أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته برادران عزیز و مهربان و خواهشمندان زبان عربی، اولا سلام خود را به یکایک شما رساندنی هستم. الحمدلله که ما و شما از کورس دومی زبان عربی 2 درس گرفتیم و حالا با فضل و کرم الله تبارک و تعالی درس 3 را به سمع شما خواهیم رسانید. الدرس الثالث یعنی که درس 3. حالا ما و شما در کورس دومی زبان عربی قرار داریم و در درس 3. پیش از اونه که گفتگوی این درس را بخوانیم و ترجمه بکنیم، اولا باید درباره موضوع درس که هر یک درسی که تا به امروز ما و شما گرفتیم 23 درس از درس‌های از کورس 1 زبان عربی و 2 درس از کورس 2 گرفتیم و این 3 درسش، هر یک تا آنها یک موضوع گراماتیکی را برای خود موضوع اصلی قرار دادگی بود. پس در این درس موضوع گراماتیکی که موضوع اساسی خودش قرار داده و در این باب صحبت میکند درباره اسم تفضیل هست. اسم تفضیل یعنی چی؟ اسم تفضیل یعنی که اسم برتر، اسم بالاتر. به تاجیکی ما و شما اگر گفتنی باشیم که این آدم بای هست و اینش بایتر هست، میگوییم که هذا غنی و هذا اغنا. به زبان عربی هذا غنی یعنی این بای هست و هذا اغنا و این بایتر هست. ببینید، اغنا اسم تفضیل هست. در تاجیکی ترجمهش که کردیم به زبان فارسی برتر، در آخرش کلمه تر را همراه میکنیم. به مثلا میگوی بایتر، کمبغلتر، خوبتر، کلانتر، میده‌تر. انا همین تر در آخری هر اسمی که می آید اسم تفضیلش میگن، اسم تفضیل. و اسم تفضیل غالبا بر وزن افعل می آید. افعل همچون یک میزان ترازوی باختون داشته باشید، هر اسمی را دیدید که 4 حرف است، به وزن همین بکشید که برابر می آید یا نه. اگر برابر بیاید پس بدانید که اسم تفضیل هست. به مثلا حسن اگر خوبتر گفتنی باشه حسن نه خوب، اگر خوبتر گفتنی باشه میگوی احسن. مثلا کبیر کلان، اگر گفتنی باشه که کلانتر میگوی اکبر یعنی کلانتر. یا مثلا علم، آدم علمدار، اگر بگوی عالمتر میگوی اعلم. عالمون یک آدم علمدار، اگر گفتنی باشه که عالمتر میگوی که اعلمو یعنی که عالمتر. پس این اسم تفضیل هست. و همچنین در غیر این دیگر وزنهای دارد، دیگر صورتهای دارد اسم تفضیل، اما در این درس انا همین وزن قطعی میارد بر وزن افعل. انشاءالله با در پایان آمد با به سمع شما خواهیم رسانید که یعنی که این چی هست. به فضل و کرم الله تبارک و تعالی خواهیم رسانید. این یکم موضوع درس است. و دوم موضوع درس ما و شما از اخوات این نه هست. این موضوع اسم تفضیل موضوع رئیسی است، موضوع اساسی است. یکم بار خونده ایستادیم، برای این خاطر بسیار متوجه باشید. اما این دوم موضوعی که حالا بیان میکنیم این را خواندگی بودیم. درس‌های گذشته گفته بودیم که این نه 5 تا خواهر دارد.
این، ان، لکن، کان، لیت، لعل. 6 تا گفته بودیم نه؟ همگی 6 تا. این با 5 خواهرش همگی 6 تا. و یک بار مختصر گفته بودیم لیکن فقط 2 تایش را خواندیم. این را با لعل خواندیم. این را با لعل خواندیم. انا اکنون با 2 تای دیگرش را میخونیم در این درس. لکن را با کان، لکن با کان، هر دو اینها را میخونیم. لکن از اخوات این هست، از خواهرهای این هست. عملش همون عملی این هست، یعنی که در اول مبتدا میدارد، مبتدا را منصوب میکند و خبر مرفوع میکند. مبتدا را دیگر مبتدا نمیگیم و اسم لکن نمیگیم و خبری لکن نمیگیم. چرا که این نده میگفتیم، مثلا میگفتیم این محمدن قائمون، اول محمدون قائمون بود، محمدون مبتدا قائمون خبر. این را که در آوردیم شد این محمدن قائمون، هر این محمد راست است. محمدن در اعراب میگیمش که اسم این، قائمون میگیم خبر این. انا همین طور لکن هم در اول مبتدا و خبر میدراید، لیکن به مثل همون میگیم اسم لکن و خبر لکن. فهما این را در ذهنتون داشته باشید. و لکن معناش برای استدراک است و در بین کلمه می آید. این نه در اول کلمه می آمد، لیکن لکن در بین کلمه می آید. در اول کلمه آمده نمی تواند. برای چی؟ به خاطر اینکه استدراک است. استدراک یعنی چی؟ دور کردن گمانی که از سخن پیشینه می آید. از سخن پیشینه اگان گمان می آید، اون گمان را رد میکنی. در درس انشاءالله در پایان میخونیم شه. مثالش را حالا براتون یک بگویم. هو طویل جدا میگه وی خیلی دراز هست. ببین وی خیلی دراز هست، انسان فکر میکنه شاید از درازترین انسان هست. هو طویل جدا یعنی خیلی دراز هست. وقتی این گپا که میشنوی خیال میکنی که یعنی درازترین آدم در دنیا هست. بعد لکن استدراکش میکنی، یعنی که تو گمان کردی که در دنیا درازترین آدم هست. بعد در اینجا میگه لکن حامدن اطول منه. ببینید میگه که لکن حامد از اون درازتر هست. ببینید با لکن استدراک کرد، یعنی گمانی که بود گمان را دور کردی که نه دراز هست، اما نه اون درازی که در دنیا یکم جا باشد. با از این آدمای دراز هست. فاما این را استدراک میگن. لکن نه در ترجمه ولی به زبان تاجیکی و یا که ولیکن ترجمه کرده می شود. ولی و یا ولیکن. این یکم اسمی این هست، در این جامعه خونمش. و دوم کان هست. کان هم همچنین از اخوات این هست، از خواهرهای این هست، به مثل همون عمل میکند، لیکن کان برای تشبیه هست. برای تشبیه به زبان تاجیکی کان همچنین چندین ترجمه ها دارد. کان می شود که بگویی مثل این کی یا گویا این کی، مثل این کی یا گویا این کی. همین طور ترجمه ها جایز است. و همچنین می شود بگویی که رنگی کی، به گمان کی، یا همچون. مثلا همین ترجمه ها در کان جایز است. این ترجمه ها را نوشته کنید، اینها را در ذهنتون داشته باشید، زیرا اینکه این ترجمه ها را شما شاید در یک کتاب و 2 کتاب و 5 کتاب و 10 کتاب پیدا کرده نتوانید. بعضی کتاب ها یک معنا 2 معناش ذکر میکند و خلاص، لیکن معناهای گوناگون وقت ذکر میکنیم، چی طوری که برای این و ان 6 معنا ذکر کرده بودیم، اینها را در ذهنتون داشته باشید. در وقت ترجمه هر کدامش مونید، کدامش موافق تر است، کدامش آسان تر است، کدامش فهموتر است، بعد یک تش میمونید. اینها را حفظ کنید. کان از اخوات این هست و همچنین در اول مبتدا و خبر میدراید. مبتدا را اسمی خودش میگیرد و خبری خودش میگیرد. و در پایان انشاءالله با مثال هاش میخونیم انشاءالله. و سوم موضوع درس ما استفهام منفی است. ما و شما استفهام خواندیم و استفهام لتسویه خواندیم. مثلا همزه استفهام گفتیم، همزه استفهام لتسویه یا که لتعیین خواندیم این چیزها را. اما استفهام منفی را یکم بار میخونیم. استفهام منفی را یکم بار میخونیم.
و این استفهام منفی در جوابش با بلا هست. بلا، اگر قبول کردنی باشی بلا میگویی. براتون یک مثال بدهم. مثلا یک کس برای شما میگوید که انت تاجیکیون الیس کذالک، یعنی که تو تاجیکی، این تو تاجیک هستی، آیا همین طور نیست؟ در جواب میگویی بله. اگر تاجیک باشی میگویی بله، یعنی که بله من تاجیک هستم. اما اگر در جواب بگویی نعم، معناش این میشود که تو تاجیک نیستی. ببینید، نعم و بله و اجل معنای اینها در زبان عربی یک چیز است، جواب دادن است، جواب هست، حرفای جواب هستن اینها. یعنی یک کس شما را که میپرسد به زبان تاجیکی میگیم ها، یعنی بله. در زبان عربی همین بله نعم میشود و بله بلا میشود و بله اجل میشود. لیکن اینها هر کدامش جای خودش در استفاده برده میشود. نمیشود که هر جا با اجل جواب بتیم، یا نمیشود در هر جا با نعم جواب بتیم، یا نمیشود در هر جا با بلا جواب بتیم. در استفهام منفی فقط با بلا جواب داده میشود. همین الیس کذالک گفته پرسان که شدن، این استفهام منفیش میگن. بعد از این باید شما بلا را بگید اگر قبول کردنی باشید. مثلا یک از شما را میگد که قرأت درسک الیوم الیس کذالک، یعنی تو امروز درست را خوندی، آیا همین طور نیست؟ اگر بگویی بلا، یعنی تو بله درست را خوندی. اگر نعم گفته جواب بدی، یعنی تو درست را نخوندی. فهمها؟ یا مثلا میگه که هل ذهبت اليوم ذهبت الى السوق الیس کذالک، یعنی امروز تو بازار رفتی، آیا همین طور نیست؟ اگر بگوی بلا، یعنی که بله تو بازار رفتی. اگر بگوی نعم، یعنی تو بازار نرفتی. ببینید نازکی را، ببینید، اهمیت بدید، این را در ذهنتون داشته باشید. هر جایی که با استفهام منفی سوالتون که کرد، اگر که همون کار رو به گرده گرفتنی که باشید، اگر کردگی که باشید یا به گرده گرفتنی که باشید بلا بگویید. اگر به گرده گرفتنی که نباشید یا نکرده باشید، پس نعم بگویید، یعنی که اون کار رو شما انجام نداده اید. پس این می باشد سه موضوع درس و اسم تفضیل، موضوع رئیسی و موضوع اساسی و موضوعی که یکم بار میخونیم، بسیار متوجه باشید. پس میگذاریم به درس امروزه امان، به حوار. در حوار میگوید که احمد با علی صحبت میکند. احمد میگوید کم طالبا فی فصلکم یا علی، یعنی که چند طالب است در صنف شما ای علی، چند دانشجو است در صنف شما ای علی. ما و شما درس‌های گذشته گرفته بودیم که طالبان منصوب است به خاطر اون که تمیز است، و کم دو نمود کم در زبان عربی داریم، کمی خبریه هست و کمی استفهامیه هست. کمی استفهامیه بعدش منصوب میاد، کمی خبریه بعدش مجرور میآید. این موضوع یا آدرس درس‌های گذشته. این کم را در هر جایی که دیدید اهمیت دید کدام کم است، کمی خبریه هست یا کمی استفهامیه. اینجا کمی استفهامیه است. از کجا فهمیدیم؟ اولا که در آخرش علامت سوال دارد، در آخر گپ یکم، و دوم که طالباً منصوب آمدگی است، یعنی تمیز است. بعد کمی استفهامیه تمیز میآید، بعد کمی خبریه مضاف الیه میآید. در ذهنتون داشته باشید. کم طالبا فی فصلکم یا علی، یعنی چند دانشجو است در صنف شما ای علی. علی جواب میتید فی فصلنا 14 طالبا، میگه در صنف ما 14 طالب است. در صنف ما 14 طالب است. اینجا یک مسئله اعرابی هست، بسیار متوجه باشید. مسئله اعرابی هست. فی فصلنا جار و مجرور متعلق به کائنون خبرش میگیم، خبر مقدم میشود. 14 مبتدای مؤخر هست. 14 طالبا. 14 این مبتدا هست، مبتدای مؤخر. ما و شما در درس‌های گذشته میگفتیم که مبتدا باید مرفوع باشد، 14 باشد.
برای چی در اینجا اربعه آمدگی است؟ سببش چی است؟ مبتدا هست، باید مبتدا مرفوع باشه، لیکن برای چی اربعه آخرش فتحه گرفتم مرفوع نشد، دمه نگرفت؟ سببش در چی است؟ سببش در این هست، در سوی گذشته یادرس کرده بودیم، از 13 تا 19 از 13 تا 19 اینها را مبنی علی الجزئینش میگن. یعنی که هر دی اینها، هر دی جزءش، یعنی که هر دی قسمش 4 4 10 10 4 10، هر دی همین قسم میگه مبنی بر فتح میباشد. این تغییر نمییابد، اینها تغییر نمییابد، در همه جا 14 میآید. طالبا تمیز است، فهمو؟ 4 میگید که مبنی علی الفتح الجزئین فی محل رفع مبتدا. طالبا را پس میگوید تمیز. ببینید برای گفتیم که در یگان جو تغییر نمییابد، حال زیر یک دو سه مثال پیشنهاد میکنیم، اگر بتونید مثالا را بنویسید در دفتر تا اینکه ببینید با خوبتره براتون. مثلا میگوید که جاء 14 طالبا، یعنی که آمد 14 طالب. جاء فعل ماضی، بعد فعل فاعل میآید، 4 فاعل، فاعل باید مرفوع باشد. برای چی در اینجا مرفوع نیست؟ میگوید که به خاطر اینکه 14 مبنی علی الجزئین هست، این مبنی است و در محل رفع فاعل هست. یکم مثال. و دوم مثال را بنویسید. دوم مثال رأیت 14 طالبا، یعنی دیدم من 14 طالب را. رأیت فعل و فاعل است، بعد فعل و فاعل مفعول به میآید، 4 مفعول به است. مفعول به باید منصوب باشد. اینجا ده میگید که 4 مفعول به مبنی علی الفتح فی محل نصب مفعول به. فهمو؟ مفعول به در اینجا 4 مفعول به شد در مثال دوممان. و مثال سیوم میگوید که سلمت علی 14 طالبا. ببینید سلمت یعنی که سلام دادم بر 14 دانشجو، سلام دادم بر 14 دانشجو. ببینید علا حرف جاره هست، بعد از علا باید اسم مجرور شود، کسره شود، لیکن ما گفتیم که علا 14. برای چی 4 گفتیم؟ 4 نگفتیم؟ به خاطر آنکه 4 این مبنی هست. مبنی معناش که شاخ شدگی است، این دیگه تغییر نمییابد. در کی جایی که بمانی همین 14 انا همین طور میستد، تغییر نمییابد. 4 نمیشود، همه جا ده 14 میستد. فهمو؟ ببینید علا در آمد، 4 نشد، پس این مبنی هست. مبنی ها تغییر نمییابند، هیچ گاه تغییر نمییابند، یه حالت ده میستند، لیکن معرب تغییر مییابد. مثلا که در جای همین حاضر مثالایی که آوردیم محمد هم میمونیم. ببینید میگوی که جاء محمدون، فتحش دادیم برای فاعل است، محمد آمد. مثلا میگوی که رأیت محمدن، در این صورت در اول دمش دادیم به خاطر اینکه فاعل است، در دوم رأیت محمدن فتحش دادیم، تنوینش دادیم به خاطر اینکه مفعول به است، مفعول به منصوب می شود. در حالت سیوم سلمت علی محمدین، سلام دادم بر محمد. ببینید محمدین شد، برای در اولش علا حرف جر در آمد. ببینید محمد معربه، برای خودی تغییر مییابد، لیکن 14 مبنیه، برای خودی تماما تغییر نمییابد. یک مثال دیگر میگویم برای واضح شدن همین مسئله. میگوی که جاء هؤلائی، ببین آمد هؤلائی، هؤلائی مبنی علی الکسره، مبنی بر کسره. 14 مبنی بر فتحه، همه جا ده مبنی بر فتحه میآید. هؤلائی در همه جا مبنی بر کسره میآید. مثلا میگوی جاء هؤلائی، آمد آنها، هؤلائی مبنی علی الکسر میگوی فی محل رفع فاعل. مثلا میگوی سلمت، یا میگوی رأیت هؤلائی، یعنی دیدم آنها را،
هؤلائی مفعول بهی است. میگوی مبنی علی الکسر فی محل رفع فی محل نصب مفعول بهی. یا میگوی که سلمت علی هؤلائی یعنی سلام دادم بر آنها. هؤلائی مبنی علی الکسر فی محل جر اسم مجرورش میگویی. فهما این چیزها را نوشته بکنید، در ذهنتون داشته باشید که اگر میخواهید زبان عربی را خوب از خود بکنید پس اینها را دانستنتون شرط است. پس همین قاعده را در ذهنتون بگیرید. از 13 تا 19 مبنی بر فتح است. مثلا میگویی که 13 طالبا 13 طالب، 14 طالبا 14 طالب، 15 طالبا 15 طالب، 16 طالبا 16 طالب، 17 طالبا 17 طالب، 18 طالبا 18 طالب، 19 طالبا 19 طالب. در اینجا ببین 13 14 15 16 17 19 18 19 اینها را همش را در آخرشون ت موندیم، در آخر جزء یکمش ت موندیم، 10 در ت نموندیم. اگر مؤنث باشد برعکسش میکنیم، میگیم که مثلا 13 طالبتن. اگر زن باشد 3 میگیم مذکرش میگیم و 10 مؤنثش میکنیم، طالبتن مؤنثش میکنیم. پس میگیم که 13 طالبا یعنی که 13 طالب، 14 طالبتن یکمش 13 طالبتن یعنی که 13 طالب و 14 طالبتن 14 طالب دختر و 15 طالبتن 15 طالب دختر دانشجو دختر، 16 طالبتن یعنی 16 دانشجو دختر، 17 طالبتن 17 دانشجو دختر، 18 طالبتن 18 دانشجو دختر، 19 طالبتن و 19 دانشجو دختر. اهمیت دادید اینها را در چی بنویسید، بعد اهمیت بدید که فرقیت ها چی است و این بسیار مهم هست در زبان عربی. پس در همین جا فی فصل نا 14 میگید که مبنی علی الفتح فی محل رفع، مبنی بر فتح هست لیکن محلش جایش باید مرفوع باشد. 14 میشد، در لفظ 14 میگوی لیکن محل ده میگوی مرفوع هست. فهما این را در ذهنتون داشته باشید. احمد میگوید که الطلاب فی فصلنا اکثرو، میگد دانشجوها در صنف ما بسیارتر هست. ببین کثیر بسیار بود، اکثر اسم تفضیل هست بسیارتر. پس میگوی الطلاب فی فصلنا اکثرو یعنی که شاگرد دانشجوها در صنف ما بسیارتر هستند. دانشجوها در صنف ما بسیارتر هستند. میگه فیه 19 طالبا، فیه یعنی که در همون صنف 19 دانشجو است. فیه جار و مجرور خبر مقدم است. 19 طالبا مبتدای مؤخر هست. مبتدا باید مرفوع باشد. برای چی 19 مرفوع نشد؟ میگوید به خاطر اونه که از 13 تا 19 مبنی بر فتح می باشد. از 13 تا 19 مبنی بر فتح می باشد. این را در ذهنتون داشته باشید. پس میگوید یا علی ما اسم الطالب الجدید الذي جاء امسی، میگوید ای علی نام طالب نوی که دیروز آمد چیست؟ ما چیست؟ ما استفهامیش میگن. ما نافیه داریم و ما استفهامیه داریم. اینجا در ما استفهامیه است یعنی سوال هست چیست. ما نافیه میشید به معنای نمیشد. با ما موصوله داریم. ما را در ذهنتون بگیرید. در زبان عربی چند تا ما میشود. ما اسم طالبی الجدیدی، میگه چیست نامی دانشجوی نو، الذی همون دانشجوی نوی که جاء انسی آمد دیروز آمده بود، نامش چی است؟ میگه در اینجا ببینید امسی، این امسی هم همچنین به مثل 19 که مبنی بود این هم مبنی است. این مبنی بر کسر است.
این را میگن مبنی بر کسر. در همه جا امسی ای، در همه جا امسی میآید. علی جواب میدهد که اسمه اسامتو، نامش میگه اسامه است. اسمه اسامتو یعنی که نامش، نام همون طلبه نو، دانشجوی نو میگه اسامه است. اسامتون گفتن جایز نیست. برای چی؟ به خاطر اینکه ممنوع من الصرف است. برای چی ممنوع من الصرف است؟ شما خودتون بگویید. احمد میگوید هو طویل جدا، وی دراز است خیلا، وی دراز است به نهایت. جدا خیلا یا به نهایت. هو طویل جدا، وی دراز است به نهایت. الیس کذالک، آیا همین طور نیست؟ اینجا ببین استفهام منفی آمد نه؟ الیس کذالک، این استفهام منفی میگن. اگر در همینجا گفتنی باشیم که نه دراز نیست، میگیم نعم. در جواب میگیم نعم. نعم که گفتیم معناش همین است که نه دراز نیست. اگر بلا گفتیم معناش همین است که ها دراز است، بله دراز هست. ببینید الیس کذالک، آیا همین طور نیست؟ در اینجا اگر گفتنی باشیم که بله دراز هست میگیم بلا. اگر گفتنی باشیم نه دراز نیست میگیم نعم. همین نعم میگیم خودش معنیش میبرد که نه دراز نیست. استفهام منفی را در ذهنتون داشته باشید. علی میگوید بلا. ببین علی بلا جواب داد، یعنی که بله بسیار دراز است. در اینجا نعم میگفت معنیش همین بود که نه. بلا که گفت یعنی بله بسیار دراز است. هو طویل جدا، میگه بله وی دراز است خیلی. ولکن حامدا اطول منه، ولکن میگه حامد درازتر است از اون دیده. ببین طویلون دراز است، اطولو درازتر هست. اسم تفضیل، اطول اسم تفضیل هست. معنای هر دوش یک است. طویل بگوی دراز، اطول بگوی درازتر، معناش یک است. فقط اینش اسم است و اینش اسم تفضیل هست. اینش اطولو اسم تفضیل هست. ببینید در اینجا لکنه آمد. لکنه ما گفتیم برای استدراک هست، برای استدراک، یعنی که معنای قبلی را گفتنی هست که یعنی فکر نکنی که درازترین آدم اون هست و بس، بلکه باز از اون درازتر هست. ببین در اینجا میگه هو طویل جدا، وی خیلی دراز هست. لکن نه، ولی حامدن اطول منه، حامد درازتر از اون هست. ببینید در اینجا لکن نه از اخوات این نه هست. پس ما برای اخوات این نه اسمش میکنیم و خبرش میکنیم که در کجا هست. پس در همین لکن نه ما باید اسم و خبرش را بیابیم، اسمش در کجا هست و خبرش در کجا هست. لکن نه میگید از اخوات این نه هست. حامدن اسم این نه هست، برای همین خاطر آخرش فتحه آمدگی است، منصوب است. حامدن میگویی. اطولو خبرش است، اطول خبری لکن نمی باشد. این را در ذهنتون داشته باشید. در دوامش میگوید که انه اطول طالب فی فصلنا، انه اطول طالب فی فصلنا. هر آینه میگه وی درازترین دانشجو در صنف ما هست. هر آینه وی دانشجوترین، درازترین، قد بلندترین دانشجو در صنف ما هست. انه هر آینه وی، این نه از اخوات این نه هست. باید اسم و خبرش بکنیم. اسمش در کجا هست، این نه خبرش در کجا هست. این نه از اخوات این نه میگیم هو، ضمیر که چسبیدگی است، هو را میگیم اسم این نه هست. اطولو را میگیم خبر این نه هست. اطولو مضاف است و طالبین مضاف الیه هست. این را در ذهنتون داشته باشید. بعدی اسم تفضیل مضاف الیه می آید، یکم یا جار و مجرور می آید با میم. فقط جار و مجرور با میم می شود. فهما در آینده انشاءالله در پایان این مسئله هاش خوندیم، با تفصیل این چیزها را می گذاریم. بعدی اسم تفضیل، بعد اسم تفضیل مضاف الیه می آید. در اینجا اطولو مضاف است و طالبین مضاف الیه. و من اطول طالب فی فصلکم، و میگه کی است درازترین دانشجو در صنف شما. باز از احمد علی پرسیده ایستاده است که در صنف شما درازترین دانشجو کی است؟
احمد جواب میتید که اطول طالب فی فصلنا ابراهیم، میگوید درازترین دانشجو در صنف ما ابراهیم هست. درازترین دانشجو در صنف ما میگوید ابراهیم هست. ببینید در اینجا اطولو اسم تفضیل، طویل میگفت یعنی دراز، اطولو کشید اسم تفضیل است یعنی درازترین. اهمیت بدید ترجمه را. علی میگوید ادفترک هذا یا احمدو، یعنی که آیا دفتر تو هست، آیا دفترو دفتر که تو، ادفترک هذا یا علیو یا احمدو، یعنی که آیا دفتر تو هست این ای احمد. احمد باز بگوید که این خطک جمیل جدا، میگه هر آینه خطی تو زیباست به نهایت. هر آینه میگوید خطی تو زیباست به نهایت. ماشاءالله یعنی که آن چیزی را که الله بخواهد، و این ماشاءالله برای آن هست که پیش چشمگیری یعنی که سوق چشم نمیرسد، ضرر چشم برای انسان نمیرسد. انسان وقتی که چیز را بگه که ماشاءالله زیبا هست، ضرر چشم نمیرسد. لیکن در تاجیکی ما و شما کلمه آفرین را استفاده میبرند یا احسن را استفاده میبرند، آفرین یا احسن. اما از جای آفرین و احسن بهتر و خوبتر این هست که ما همین کلمه شرعیه که پیامبر صلی الله علیه و سلم برای ما و شما تعلیم داده است همین را استفاده بریم. بگیم که ماشاءالله، یکان چیز را دیدیم خوشمون آمد بگیم ماشاءالله، تا اینکه چشمون نرسد و تا اینکه همچی ثواب بگیریم برای این سخن نیک را گفتن. و در اینجا ببینید این از اخواتی این هست، از حروف مشبهه به فعل گفته بودیم یا تون هست. پس این اسم و خبر برای خودش میخوابهد. اسمش در کجا هست و خبرش در کجا هست، اهمیت بدید. میگه که این خطه برای چی خطه شد و خطو نشد؟ به خاطر اینه که خطه اسم این هست، خطه اسم این هست، برای این خاطر منصوب آمد. جمیلون مرفوع شد برای چی؟ به خاطر اینه که خبر این هست، این خطک جمیلون. این اعراب رو اهمیت بدید بسیار با دقت. احمد میگه شکرا یا علیو، یعنی که رحمت ای علی و شکر ای علی. شکران برای چی شکران گفتیمش، شکرون نگفتیم، شکرین نگفتیم؟ به خاطر آنکه این مفعول مطلق است. مفعول مطلق میگن انشالله در آینده میخونیم شه. اصلی کلام در اینجا این طور است که اشکرک شکران یا علی، یعنی که شکر میگویم تو را شکر گفتنی ای علی. همین شکران را میارد خلاص شکران، پس معناش همین است که شکر میگویم تو را شکر گفتنی ای علی. این را مفعول مطلق میگویند. خطی جمیلون، میگه خط من، خط یعنی که نوشتن، پاچرکس میگن، چیزش میگن نوشتن. خط من میگه بسیار زیبا هست. خطی جمیلون یعنی خط من بسیار زیبا است. و خطک اجملو، و خط تو زیباتر هست. ببین اجملو، جمیلون زیبا، اجملو زیباتر. میگوید که و خطک اجملو یعنی خط تو زیباتر هست. برای چی خطو گفتیم؟ به خاطر اینکه مبتدا هست، مبتدا مرفوع می شود. خطو مبتدا هست و مرفوع هست. علی میگوید من هذا الفتى الذي معك یا احمدو، میگد کیست این جوانه کی همراه تو هست ای احمد؟ این جوانه کی؟ جوان پسر، فتا جوان پسر رو میگفتن. کیست این جوان پسره که همراه تو هست ای احمد؟ میگد کانه اخوک. ببینید کانه از اخوات این هست و گفتیم برای تشبیه می شود. پس در اینجا میگه کانه مثل این کی وای، یا گویا این کی وای اخوک برادری تو هست. کانه برای تشبیه می شود، یعنی که کانه اخوک معنیش همین است که گویا که اون برادر تو هست،
یا مثل که اون برادر تو هست، یعنی که مانندی خودت را دارد، برای تشبیه میآید. کأنه برای تشبیه هست، از اخوات این هست. پس در اینجا ما گفته بودیم که برای این و اخواتش اسم و خبر میکنیم همه وقت. اسمش در کجا است، خبرش در کجا است؟ کأنه هو ضمیر میبینید اسمی کأنه هست و اخو خبری کأنه هست، مرفوع است و علامت رفعش واو است نیابتا عن الضمه، به خاطر اینکه این از اسماء خمسه است. اسماء خمسه رو ما و شما در درس‌های گذشته گفته بودیم که چی هست و چند 5 اسمی که است اونها را اسماء خمسه میگویند. در حالت رفع با واو می شود، در حالت نصب با یا می شود، در حالت فتح در حالت نصب با الف می شود، در حالت جر با یا می شود. این را درس‌های گذشته گفته بودیم. احمد میگوید نعم هو اخی الشقیق. احمد میگوید بله اون برادری نسبی من هست. هو اخی یعنی که وای برادری من هست. الشقیق شقیق یعنی که برادری نسبی. برادری نسبی یعنی که برادری که پدر و مادرشون یک است. اخو شقیق کی شد؟ یعنی که دادر یا اکه‌ای که از یک پدر و از یک مادر هستید. وقتی که اکا و دادری که از یک پدر و از یک مادر باشد میگید که اخی الشقیق، یعنی که برادری از یک پدر و از یک مادر. علی میگوید که اکبر منک هو ام اصغر، آیا کلانتر هست از تو ده و یا میده تر. ببین اسم تفضیل است. اکبر کبیر کلان، اکبر کلانتر، صغیر میده، اصغر میده تر. در اینجا اسم تفضیل استفاده برده شده است. اکبر منک هو ام اصغر، آیا کلانتر است وی از تو یا میده تر. در اینجا حرف استفهام است. کدام استفهام؟ استفهام خالی، استفهام یا استفهام برای تسویه. استفهام برای تسویه. در استفهام برای تسویه ما گفته بودیم که نعم یا لا جواب داده نمی شود، بلکه با تفصیل باید جواب بدهی. میگه که هو اصغر منی، وی میده تر هست از من. اصغر میده تر اسم تفضیل هست. هو اصغر منی یعنی که وی میده تر هست از من. علی میگوید فی ای مهجع انت یا اخی، یعنی در کدام، ای همچنین استفهام هست نه. فی ای مهجع یعنی در کدام خوابگاه هستی تو ای اخی یا اخی ای برادرم. فی ای مهجع انت یا اخی، در کدام خوابگاه هستی تو ای برادرم. احمد میگوید انا فی المهجع الخامسی، میگوید من در خوابگاه پنجم هستم. میگوید انا فی المهجع الخامسی یعنی که من در خوابگاه پنجم هستم. ببینید انا مبتدا هست، فی حرف جاره هست، مهجعی اسم مجرور هست، الخامسی صفت مهجع هست. خامس صفت مهجع می باشد. از 3 تا 9 اگر کسی عددهای ترتیبی میگویند، اگر عددهای ترتیبی که آمد صفت می شود. عددهای ترتیبی که آمد صفت می شود. این را در ذهنتون داشته باشید. مهجع موصوف است و خامسی صفت هست. و میگه و هو بعید جدا عن المدرسه، میگه همین و هو یعنی که همین مهجع، همین خوابگاه دور است به نهایت از مدرسه و همین خوابگاه به نهایت از مدرسه دور هست. علی میگوید انا فی المهجع الثامن و هو ابعد من مهجعکم، میگه من در خوابگاه هشتم هستم و اون خوابگاه هشتم دورتر از خوابگاه شما هست. ببینید بعید دور، ابعد دورتر، بعید دور، ابعد دورتر اسم تفضیل اهمیت بدید. انا فی المهجع الثامنی یعنی که من در خوابگاه هشتم هستم. ثامنی صفت مهجع هست، آخرش کسره میتیم. الثامنی میگه برای مهجعی آخرش کسره است. و هو ابعد من مهجعیکم و میگه اون دورتر از خوابگاه شما هست. احمد میگوید
ایهم احسن، کدامش خوبتر هست؟ یعنی که خوابگاهی ما خوب است یا خوابگاه شما؟ علی میگوید المهجع الخامس، ببین المهجع دمه که دادیم خامسو هم دمه میتیم، فهمو؟ برای اینکه صفت است، موصوف پیروی میکند. المهجع الخامس احسن میگد که خوابگاهی پنجم خوبتر هست. حسن خوب، احسن خوبتر. اسم تفضیل را بسیار اهمیت بتید و بسیار دقت بتید که بسیار مهم هست. میگوید که المهجع الخامس احسن، یعنی که خوابگاهی پنجم بهتر هست، خوبتر هست. فإن غرفه اوسع، میگوید زیرا اینکه اتاقهایش، کامنته های خوابگاه پنجم میگه اوسع پهنتر هست، وسیعتر هست. وسیع پهن، اوسع پهنتر. اسم تفضیل اهمیت بدید. و نوافذه اکبر، و میگه تریزه های خوابگاه پنج میگه اکبر، یعنی کلانتر هست. کبیرون کلان، اکبر کلانتر. اسم تفضیل. و مراحیضه انظف، و میگه حاجت خانه هایش پاکیزه تر هست. مراحیض جمع مرحاض بود. مرحاض یک حاجت خانه، مراحیض حاجت خانه ها. مراحیضه یعنی که حاجت خانه های خوابگاه پنج میگد انظف پاکیزه تر هست. نظیف پاک، پاکیزه. انظف پاکتر یا پاکیزه تر. اسم تفضیل. و سرور التي فيه اجمل، و سرور التي فيه اجمل، یکی و سرور التي فيه اجمل. و کت‌هایی که در همون خوابگاهی پنجم هست میگد اجمل زیباتر هست. جمیل زیبا، اجمل زیباتر. اسم تفضیل اهمیت بدید. اجمل اسم تفضیل یعنی که زیباتر. پس این را بسیار اهمیت بدید. و اعرابش را در اینجا فإن غرفه، غرفه برای چه آخرش فتحه گرفت غرفه گفتیم؟ به خاطر که اسم اینه هست، اوسع خبر اینه هست. و نوافذه برای چی نوافذه نگفتیم؟ نوافذه گفتیم برای عطف بر جای غرف است. غرفه، نوافذه بر جای غرفه عطف است. و مراحیضه برای چی مراحیضه گفتیم؟ عطف با بر جای همون غرفه هست. و سروره برای چی سروره گفتیم؟ برای عطف بر جای همون غرفه هست. یکی و سروره هم مبتداش هم بگیره خودش رو میشود، اما بهتر خوبتر که عطفش بگیره برای در اولش واو عاطفه است. اگر و سروره گفتیم واو عاطفه است، و سرورو که گفتیم واو ابتدا هست یا واو رو دیگر واو میگیم. یعنی که واو در زبان عربی چند نمود واو هست. واو عاطفه که شد حرکت ما قبلی را در این میتیم. ببین غرفه شد نوافذه، و آمد نوافذه شد، و آمد مراحیضه شد. و ایجاد هم واو آمدگی است، میشد به مثل این واو ها بگیریم و سروره بگیم، یا میشود بگیم واو به مثل واو های پیشینه نیست. یعنی واو های پیشینه عاطفه هستند، واو عطف هستند. این واو عاطفه نیست، واو ابتداییه هست. گفته مثلا سرورو بخوانیمش جایز است، یعنی که دو وجه جایز است، فقط واو رو باید بیان کنیم که واو چی است. این چیزها را در ذهنتون حالا یعنی که شنیده در ذهنتون بگیرید، به خاطر اینکه در آینده فایده اتون میکند ان شاء الله. تمارین یعنی که مشق ها. اکنون میگذاریم به مشق های درس سیوم از کورس دوم. یکم تمرین ها میگد عجب عن الاسئله الاتیاتی، جواب بگو از سوال های می آمدگی. این سوال های می آمدگی اول بالای که حاضر خواندمش اون را خوب میخونید، اهمیت میتید، به مثل حفظ برای چندین بارها میخونید. بعد اکنون در این سوال ها را میخونید و جواب میتید. سوال یکم، کم طالبا فی فصل احمد، یعنی که چند دانشجو است در صنف احمد. کم طالبا فی فصل احمد، چند دانشجو است در صنف احمد. پس چند تا کسی به عربی جواب میتید، به تاجیکی نه، به عربی جواب میتید که چند تا است. کم طالبا، کم استفهامی است، طالبا اینجا دا تمیز است.
فی فصلی جار و مجرور هست، فصلی اسم مجرور است. احمده برای چی احمدیش نگفتیم؟ به خاطر اینکه غیر منصرف است، مضاف الیه هست، مضاف الیه باید کسره شود، لیکن احمده میگیم برای غیر منصرف است. و برای چیز غیر منصرف است صفت بگیم سببش رو در درس گذشته گفته بودیم. درس دوم کم طالبا فی فصل علی، این را تنوین میتیم، کسرش میتیم و تنوینش میتیم برای اینکه منصرف است. کم طالبا فی فصل علی یعنی که چند دانشجو است در صنف علی. همچنین به زبان عربی جواب میتید که در صنف علی چند دانشجو است. رقم 3 من اطول طالب فی فصل احمد، کیست درازترین طالب، کیست درازترین دانشجو در صنف احمد. ببینید اطولو مضاف است و طالبین مضاف الیه است و تنوینش میتیم و کسرش میکنیم برای مضاف الیه هست. من اطول طالبین فی فصل احمد، کیست درازترین دانشجو در صنف احمد. احمد غیر منصرف است، مضاف الیه است، باید کسره کنیم، غیر منصرف است، کسره را قبول نمیکند. رقم 4 و من اطول طالب فی فصل علی، و کیست درازترین دانشجو در صنف علی. درازترین دانشجو در صنف علی کی هست؟ در اینجا ببینید 4 سوال ده. چند تا اسم تفضیل خوندیم؟ 2 تانه. رقم 3 اطولو طویل دراز، اطولو درازتر، و در رقم 4 هم همچنین اطولو درازتر، یعنی که در 2 جا خوندیم، هر دوش یک اسم هستند. اطول یعنی درازتر، طویل دراز، اطولو اسم تفضیل هست. اسم تفضیل در هر جایی که دیدید بشناسید، اهمیت بدهید. میگذاریم بعد تمرین رقم 2. در تمرین رقم 2 میگوید ضع هذه العلامة صح امام الجمل الصحيحة و هذه العلامة خطأ، یعنی اکس را امام الجمل التي ليست صحيحة. میگه بگذار، دع فعل امر هست، بگذار هذه العلامة این علامت را صح، علامت صحیح را، یعنی که پتیشکه را، در اینجا میشه پتیشکه بمونید، علامت پتیشکه را، علامت صحیح را امام الجمل صحیحتی، یعنی که در نزدی، در پیشی جمله های درست، در پیش جمله های صحیح. و هذه العلامت و میگه بگذار همین علامت را، اکس را، یعنی علامت خطا را امام الجمل التي ليست صحیحة، در پیش جمله هایی که صحیح نیستند، در پیش جمله هایی که صحیح نیستند میگه علامت خطا را بگذار. در اینجا در صحیحتن گفتیم برای چی؟ به خاطر اینکه خبر لیست هست. لیست گفتیم اسمش مرفوع میکند، خبرش منصوب میکند. برعکس این نه هست، این نه اسمش منصوب میکند، خبرش مرفوع میکند. و لیست از اخوات کانه هست و اینها 13 تا هستند، افعال ناقصه اش میگویند 13 تا، درس گذشته گفته بودیم. و این نباشد با خواهرهایش همگی 6 تا هستند. هر اینها در اولهای مبتدا و خبر میدرویند، اینها را نواسخ مبتدا و خبر میگن. نواسخ یعنی تغییر دهنده ای حرکت های مبتدا و خبر، حکمی نو میارن بالای مبتدا و خبر. مبتدا مرفوع بود، خبر منصوب، خبر مرفوع، و اینها که در آمد اینها را تغییر میتید و نامشون علیش میکند. برام خاطر اینها را نواسخ میگن. اینها را در ذهنتون داشته باشید. پس رقم 1 میگه الطالب الجدید الذي جاء امسی اسمه اسامه، یعنی که طلبه شاگرد نوی که آمد دیروز آمد، نامش اسامه است. این سوال هست. دانشجوی نوی که دیروز آمد نامش اسامه است، صحیح است؟ اگر صحیح است پس علامت صحیح را بمونید، اگر خطا است علامت خطا را بمونید، یعنی اکس بمونید. سوال 2 حامد فی فصل احمد، حامد در صنف احمد است. حامدون یعنی که حامد فی فصل احمد، در فصل احمد است، در صنف احمد است. اگر صحیح است پس علامت صحیح را بمونید، اگر خطا است پس اکس بمونید. رقم 3 المهجع الثامن غرفه اوسع، المهجع الثامن غرفه اوسع، یعنی خوابگاه هشتم اتاقهایش، یعنی که کامنته هایش وسیعتر هستند، پهنتر هستند. وسیعتر یعنی که پهنتر هست. اوسع اسم تفضیل هست، این را در ذهنتون داشته باشید. رقم 4 المهجع الثامن
ابعد من المهجع الخامسی، یعنی خوابگاهی هشتم دورتر از خوابگاهی پنجم هست. اگر صحیح باشد علامت صحیح بمونید، اگر خطا باشد علامت خطا بمونید. یعنی که بالا را که خواندید فهمیدید اینجا را خودتان علامتونه گذاشته میتوانید. المهجع مبتدا است، الثامن صفتش است، برای خاطر الثامنو میگیم. ابعدو خبر میشود، ابعد خبر هست. من مهجع الخامسی، این جار و مجرور است، مهجعی اسم مجرور است. الخامسی صفت مهجع است، مهجعی آخرش کسره دارد، الخامسی را موصوف است، برای خاطر صفت است، برای خاطر آخرش کسره میتیم. مهجعی خامسی میگه، مهجعی الخامسی. این را درباره صفت و موصوف در سوی گذشته در کورس یکم با تفصیل صحبت داشتیم درباره اینها. اکنون میگذاریم بعد تمرین رقمی 3. در تمرین رقمی 3 میگوید که اقرأ الامثله الآتیه ثم اقرأ الامثله الآتیه لاسم التفضیلی. میگوید بخوان مثال های می آمدگی را برای اسم تفضیل. درس ما و شما گفتیم که موضوع درسمان اسم تفضیل هست، برای مخاطب در اینجا میگوید که بخوان مثال های می آمدگی را برای اسم تفضیل. مثال ها در پایان میارد برای اسم تفضیل هستند. بسیار اهمیت بدید و اسم تفضیل را به مثل نامتان حفظ کنید. هاشم طویل، میگوید که هاشم قد بلند است، طویل قد بلند. و حامد اطول منه، میگوید که حامد درازتر از هاشم هست. طویل دراز، اطول درازتر، اسم تفضیل. حامد میگه درازتر از هاشم هست. آمینه صغیرتون، آمینه میگه خرد است، میده هست. و زینب اصغر منها، و زینب خردتر میده تر از آمینه هست. ببینید در اینجا یک مثال دیگر یا فایده دیگر. اسم تفضیل اگر نکره بیاید مذکر و مؤنث ندارد، همش یک نمود است. ببین حامد و اطولو گفتیم، حامد درازتر هست. همچنین میگیم زینب و اصغرو یا زینب و اطولو، یعنی که مذکر و مؤنث ندارد، همش یک نمود است. اگر که نکره باشد، نکره یعنی که الف لام نداشته باشد، معرفه نباشد. فهما این رو در ذهنتون داشته باشید. بعد از این گفتیم اسم مفرد بیاد مضاف الیهش میخونیم یا که جار و مجرور میاد. ببین در اول اطول منه ای جار و مجرور ای، اصغر منها جار و مجرور ای، هر دو جار و مجرور ای. منه برای چی منه شد؟ و خاطر اینکه ضمیر برمیگردد به مذکر، به مرد. و منها برای چی منها شد؟ به خاطر اینکه ضمیر برمیگردد به مؤنث، یعنی که به آمینه برمیگردد، برای همین خاطر ضمیر مؤنث آوردندش. پس اکنون شروع میکنیم از رقم 1. رقم 1 رو بینید، بگه هذا الكتاب اسهل من ذاك، یعنی این کتاب آسانتر از آن کتاب هست. هذا الكتاب، این کتاب، اسهل من ذاك، آسانتر از آن کتاب است. رقم 2 اسهل اسم تفضیل هست، یعنی که دیگر بشناسید اسم تفضیل را. رقم 2 هذه السیاره اجمل من تلك، این ماشین زیباتر، اجمل زیباتر، اسم تفضیل، زیباتر از آن ماشین هست. تلک آن هست. برای چی تلک گفتیم؟ برای سیاره مؤنث است. هذه السیاره اجمل من تلک، این ماشین زیباتر از آن ماشین هست. رقم 3 حمزه اکبر منی سنن، یعنی که حمزه کلانتر است از من از روی سین. از سنن یعنی که از روی سین و سال، سالش از من کلان هست. حمزه اکبر اسم تفضیل هست، یعنی کلانتر. منی سنن یعنی که از من دیده از روی سین و سال، در سین و سال کلان هست. سنن تمیز است در اعراب. هؤلاء الطلاب احسن من اولئک، یعنی این طلبه ها خوبتر از آن طلبه ها است. این طلبه ها خوبتر از آن طلبه ها است. احسنو اسم تفضیل هست، خوبتر. رقم 5 بیتی ابعد عن المدرسه من بیتک، میگوید خانه من دورتر از مدرسه است از خانه تو دیده. خانه من دورتر است از مدرسه از خانه تو دیده. ابعدو دورتر، بعید دور، ابعدو دورتر، اسم تفضیل. رقم 6
هو اصغر منا سنن، یعنی که وی خورتر است از ما دیده از روی سن و سال. اصغر و خورتر، صغیر میده، اصغر اسم تفضیل، خوردتر، میده تر. در این جمع سنن تمیز است. رقمی 7 خطی احسن من خطک، یعنی که پاچرک من، نوشتن من، خط من خوبتر از خط تو است. خط من، پاچرک من خوبتر از خط تو است. ببینید احسن اسم تفضیل هست، حسن خوب، احسن خوبتر اسم تفضیل. رقم 6 هذا الشارع انظف من ذلك، یعنی که این کوچه پاکتر از آن هست. هذا الشارع انظف من ذلك، این کوچه پاکتر از آن هست. نظیف پاک، انظف پاکتر اسم تفضیل هست. رقم 9 اللبن احسن من الشای، یعنی که شیر خوبتر از چای است. شیر خوبتر از چای است. احسن اسم تفضیل است. حسن خوب، احسن خوبتر اسم تفضیل. رقم 10 هذه الساعة ارخص من تلك، یعنی که این ساعت ارزانتر از آن هست. تلک مؤنث است. برای چی؟ به خاطر آنه که ساعت مؤنث است. هذه الساعة، این ساعت ارخص ارزانتر هست. رخیص ارزان، ارخص اسم تفضیل هست، ارزانتر از من تلک، یعنی که از آن ساعت. این بود 10 تمرین رقمی 3. بگذاریم بعد تمرین رقمی 4. در تمرین رقمی 4 میگوید کون جملا من الکلمات الآتیه مستعملا اسم تفضیلی. میگد بساز، پیدا بکن جمله ها را از کلمه های می آمدگی در حال بودن استفاده برنده اسم تفضیل را. در پایان ببینید اسم را می آرد، نه اسم تفضیل، فقط اسم می آرد. این اسم ها را باید ما اسم تفضیلش بکنیم، یعنی صفت می آرد، صفت مشبهه، و اینها را ما باید چیکار بکنیم؟ اینها را ما باید تغییر بدیم، یعنی که اسم تفضیلش کنیم. از رقم 1 شروع میکنیم. رقم 1 را ببینید، میگه هاشم، طویل، عثمان. طویل ما باید اسم تفضیلش کنیم. چطور اسم تفضیلش میکنیم؟ طویل دراز، باید بگیم درازتر. چطور میگیم؟ میگیم اطول، یعنی درازتر. پس میگیم که هاشم اطول من عثمان، من میمونیم در اولش. هاشم اطول من عثمان. برای چه عثمان گفتیم، عثمانی نگفتیم؟ برای که غیر منصرف است. سببش چی است؟ درس‌های گذشته گفته بودیم. پس می نویسید که هاشم اطول من عثمان، یعنی که هاشم درازتر هست از عثمان دیده. رقم 2 القاهره کبیر الریاض، قاهره پایتخت مصر، کبیر کلان، ریاض پایتخت عربستان سعودی. پس ببینید در اینجا القاهره باید کبیر بگید کلانتر. چطور میگوید؟ کبیرون کلان، باید بگید کلانتر. میگوید که اکبرو، القاهره اکبر من الریاض، یعنی که قاهره کلانتر هست از ریاض دیده. نظر بر ریاض قاهره کلانتر هست. اکبرو اسم تفضیلش میارید. رقم 3 هذا الفندق نظیف ذاک، یعنی که این خوابگاه یا این گستنیسه، مهمانخانه نظیف است، پاک است. ذاک یعنی که از آن دیده، ذاک آن. پس در اینجا ببینید نظیف پاک، باید بگید که انظفو. چی طور میگوید؟ یعنی پاکتر، باید بگید که پاکتر، پس میگوید انظفو. پس می نویسید که هذا الفندق انظف من ذاک، یعنی که این گستنیسه، این خوابگاه پاکتر است از آن خوابگاه. من ذاک یعنی که از آن خوابگاه. ذاک اسم اشاره برای بعید بود، این را گرفته بودیم در درس‌های گذشته که یعنی چی هست. رقم 4 اللغة العربیه سهل، اللغة الفرنسیه. ببینید در اینجا میگه زبان عربی آسان است از زبان فرانسی، پس باید در اینجا بگید که آسان تر هست. چی طور میگوید؟ میگوید که سهلون آسان، اگر بگید که آسان تر پس میگوید که اسهلو. در اینجا میشود که اللغة العربیه
اسهل من اللغة الفرنسیتی، یعنی که زبان عربی آسانتر از زبان فرانسی می باشد. زبان فرانسی در دیده آسانتر می باشد. سهل آسان، اسهل آسانتر، اسم تفضیل. رقم 5 انا کبیر هو، من کلان هستم وی. پس باید در اینجا بگویید که من از آن کلانتر هستم، اسم تفضیل بیارید. کبیر کلان باید اسم تفضیلش کنید، میگوید که اکبرو. پس میگوید که انا اکبرو من هو، من هو نمیگید، من هو، برای هو ضمیر منفصل است، ضمیر متصلش هو میشود. من هو یعنی که من کلانتر از آن هستم، از ویده کلانتر هستم. بس کبیرون کلان، اکبرو کلانتر، اسم تفضیل. رقم 6 هو صغیر انت، وی کلان است از تو. پس میگید که هو صغیر میده، میگید میده تر. چطور میگید؟ میگید که هو اصغرو، یعنی که وی میده تر است. من انت نمیگید، من که میگوید، من که یعنی که از تو. انت ضمیر منفصل است، که ضمیر متصل است. من که آمد باید در ضمیر بچسبد، من که میگید. هو اصغرو من که یعنی که وی خردتر هست، میده تر هست از تو. صغیر میده، اصغرو اسم تفضیل است، میده تر. رقم 7 الرجال کثیر النساء، مردها بسیار هستند از زنها. ببینید الرجال کثیر بسیار، باید بگید که بسیارتر. پس میگید که الرجال اکثر من النساء یعنی که مردها بسیارتر هستند از زنها در دیده. مردها بسیارتر هستند از زنها در دیده. اصلا معناش یعنی که این برای یادی است، برای یاد دادن، اما در واقعیت برعکس است که زنها از مردها در بسیار هستند که مرد 2 زن و 3 زن و 4 زن میگیرد. الرجال اکثر من النساء یعنی مردها بسیارتر است از زنها در دیده. یکی برعکسش میکنیم برای معنیش هم درست شود، میگیم که النساء اکثر من الرجال یعنی زنها بسیارتر هستند از مردها در دیده. کثیر بسیار، اکثر بسیارتر، اسم تفضیل. رقم 8 انت حسن انا، یعنی که تو خوب هستی من. یعنی گفتم در اینجا باید بگیم که تو خوبتر هستی از من. پس میگوی که انت احسن، حسن خوب، اسم تفضیلش که کرده میگیم که احسن. انت احسن منی، من انا نمیگیم، انا ضمیر منفصل است، ضمیر متصل میاره. منی یعنی که تو خوبتر هستی از من در دیده، یعنی تو خوبتر هستی نظر به من. رقم 9 الموز رخیص العنب، موز یعنی موز، رخیص ارزان، العنب انگور. میگد که موز از انگور ارزان هست، یعنی باید بگویی که موز ارزان تر هست. رخیص ارزان باید اسم تفضیل بیاری، میگویی که الموز ارخص من العنب، من العنب آخرش کسره میکنی برای من در اولش در آمد، یعنی که موز ارزان تر هست از انگور دادیده. موزش میگن، به تاجیکی بننش میگن، بنن همچنین موز میگویندش. موز بنن هر دوش یک چیز است. پس میگوید که بنن ارزانتر از انگور هست. ارخص اسم تفضیل، رخیصون ارزان، ارخص و ارزانتر. پس میگذاریم در رقم 10. در رقم 10 میگوید الشمس بعید القمر، یعنی که آفتاب دور، قمر بعید باید دورتر بکنی، اسم تفضیلش کنی، میگوی ابعدو. پس می نویسی که الشمس ابعد من القمر، یعنی که آفتاب دورتر هست از ماهتاب. آفتاب دورتر هست از ماهتاب ده دیده. بعد بعید دور، ابعد دورتر، اسم تفضیل هست. پس این بود تمرین رقمی 4 و میگذاریم بعد تمرین رقمی 5. در تمرین رقمی 5 میگوید اقرأ الامثله، چند مثال ها را خودش کار کردگی هست، میگوید که همین مثال ها را خودت بخوان. اول بخوانش میگه ثم حول الجمل الآتیه، ثم حول الجمل الآتیه على غرارها مستعملا اسم التفضیل. اسم التفضیل
میگوید که بخوان مثال ها رو بعد بگردان. میگه جمله های می آمدگی را علا غراری ها یعنی علا مثلی ها، به مانند همین. غرار یعنی مثل، به مانند همین مثال ها جمله های می آمدگی میگه مستعملا استفاده بر میگه اسم تفضیل را. در اینجا چند مثال خودش کار کردگی است، اسم تفضیل استفاده بردگی است. پس ما و شما را امر میکند که یک 4 تاش 3 تاش را ببین خودش کار کردگی است، باقی ماندهش میگه شما خودتان کار بکنید. و در اینجا ثم حول الجمله، برای چی جمله گفتیم؟ برای اینکه مفعول به است. حول فعل امر است، فاعلش انت است. الجمله مفعول به است. الاتیه صفت جمل هست. غیر عاقل اگر ما صفت کردیم جمع غیر عاقل با مفرد مؤنث صفتش میکنیم. درس‌های گذشته را به یادتون بیارید. پس حمزه در درون قوس حمزه است، یعنی رقم 1. محمد طالب حسن، محمد میگه طالب خوب است، محمد میگه دانشجوی خوب است. باید همین خوب رو احسن بگوی، یعنی خوبتر. میگه محمد احسن طالب فی الفصل، یعنی محمد بهترین یا خوبترین شاگرد در صنف است. حسن خوب، احسن خوبتر یا بهتر. پس همین طور باید اسم تفضیل را بیاری. رقم 2 یعنی ب، حرف ب را بینید. هذا بیت جمیل، این خانه زیبا هست. جمیلون زیبا هست، اسم تفضیل نیست. انا اکنون اسم تفضیل قطعی باید بیاره. میگم که هذا اجمل بیت فی الشارع، یعنی که این زیباترین خانه در کوچه است. اجمل زیباترین، اجمل بیت زیباترین خانه فی الشارع در کوچه است. حرف جیم. آمینه طالبه صغیره، آمینه دانشجوی میده هست. صغیرتون باید اسم تفضیلش کنید. میگوید می نویسید که خچم نوشتگی است آمینه اصغر طالبه فی المدرسه، یعنی که آمینه میده ترین خرد ترین دانشجو در صنف است، در مکتب هست. آمینه اصغر طالبه فی المدرسه، یعنی که آمینه خرد ترین یا میده ترین دانشجو در مکتب هست. انا اکنون در اینجا مثال ها را میارد و جوابش در گردن ما و شما هست. باید جوابش خودمون بگوییم. رقم 1 هذه غرفه صغیره، میگد که این خانه میده هست. پس باید شما بنویسید که هذه اصغر غرفه فی بیتنا. انا می طور می نویسید هذه اصغر غرفه فی بیتنا. در اینجا ببینید اول هذه مبتدا است، غرفتون خبر هست، صغیرتون صفت است. اما اگر که اسم تفضیل که آوردید موصوف مضاف الیهش میکنید. غرفتون صغیرتون میگید که اصغر غرفتین، ببینید مضاف الیهش میکنید، اهمیت بدید. پس بنویسید که هذه اصغر غرفتین، خودش نوشتگی است که فی بیتنا، یعنی در خانه ما، یعنی که این خردترین، اصغر و خردترین، صغیر میده ترین، اما اصغر و کشید صغیر میده، اصغر و کشید میده ترین اسم تفضیل در خانه ما میگه خردترین خانه است. هذه اصغر غرفه فی بیتنا. رقم 2 بلال جار حسن، بلال همسایه خوب هست. باید شما بگویید که بلال خوبترین همسایه است. میگوید که بلال احسن جارین، بلال احسن جارین فی حینا. فی حینا خودش نوشتگی است، ببین، یعنی که بلال خوبترین همسایه است در دهه ما. حی گفته دهه را میگن، فی حینا یعنی در دهه ما. پس می نویسید که بلال احسن جارین فی حینا، بلال بهترین همسایه در کوچه ما هست. رقم 3 یاسر رجل فقیر، یاسر مردی کمبغل هست. پس می نویسید که یاسر افقر رجل فی قریتنا، یعنی که یاسر فقیرترین، افقر رجل فقیرترین مرد فی قریتنا، یعنی در دهه ما هست. پس می نویسید که یاسر افقر رجل فقیرترین مرد فی قریتنا، یعنی در دهه ما، در قشلاق ما هست. رقم 4 هذه الساعة رخیصة، این ساعت ارزان است. پس میگوید که هذه الساعة
ارخص ساعت فی السوق. هذه الساعة ارخص ساعت فی السوق، یعنی که این ساعت ارزان ترین ساعت در بازار هست. رقم 5 هذا درس سهل. هذا درس سهل، این درس است آسان هست. مبتدا و خبر و صفت. پس در اینجا میگوید که هذا اسهل درس فی الکتاب. هذا اسهل درس فی الکتاب، یعنی که این آسان ترین درس در کتاب هست. این آسان ترین درس در کتاب است. هذا اسهل درس فی الکتاب. رقم 6 الدکتور زکریا طبیب شهیر. دکتر زکریا میگه دکتری مشهور هست. پس بنویسید که الدکتور زکریا اشهر طبیب فی بلدنا. فی بلدنا خودش هست. میگه که الدکتور مبتدا، زکریا این عطف بیان میگویند این را. اشهر، اشهر مشهورتر، اشهور نه، اشهور که گفتید ماها می شود، اشهر گفتید مشهورتر می شود، معروفتر، یعنی همه میشناسندش. اشهور گفتید ماها می شود، ماه 1 2 3 ماه را جمع که می شود اشهور یا ماها. پس میگه که دکتر زکریا میگه مشهورترین طبیب در دولت ما هست. الدکتر زکریا اشهر طبیب فی بلدنا. رقم 7 الازهر جامعه قدیمه. ازهر اونیورسیته اسلامی در مصر عرب می باشد. میگه که ازهر جامعه کهنه است، یعنی که دانشجوی قدیمه است، از پیش ماندگی هست. پس میگوید که الازهر اقدم جامعه فی العالم، یعنی که ازهر کهنه‌ترین اونیورسیته در عالم هست، یعنی که از روی سن سال که چند سالهای طولانی شد که این را ساختگی هستند. پس می نویسید که الازهر اقدم جامعه فی العالم، یعنی که ازهر کهنه‌ترین اونیورسیته در عالم می باشد. رقم 8 الاستاذ نعمان مدرس حسن، یعنی که استاد نعمان مدرسی خوب هست. پس می نویسید که الاستاذ نعمان احسن مدرس فی المدرسه. فی المدرسه هستینه. الاستاذ نعمان احسن مدرس فی المدرسه، یعنی که استاد نعمان بهترین استاد در مدرسه هست، در مکتب هست، بهترین استاد در مکتب هست. پس این رو همینطور نوشته میکنید. رقم 9 ذالک درس صعب، یعنی که آن درس قند است، وزمین هست. پس می نویسید که ذالک اصعب درس فی الکتاب. اصعب یعنی قندترین، اسم تفضیل. ذالک اصعب درس فی الکتاب، یعنی که آن قندترین درس در کتاب هست، دشوارترین درس در کتاب هست. رقم 10 هذا فصل واسع، این صنف پهنترین صنف است، کشادترین صنف است. پس میگوید که هذا اوسع فصل فی الکلیه، یعنی که این پهنترین صنف در اونیورسیته است، در کلیه است، در دانشگاه است. هذا اوسع فصل فی الکلیه، یعنی که این پهنترین صنف در کلیه می باشد. پس این است تمرین رقم 5. با این تمرین رقم 5 خلاص شد. میگذاریم به تمرین رقم 6. در تمرین رقم 6 میگه اقرا المثالین، هر دو مثال را بخوان. مثالین یعنی چی؟ دو مثال. ما و شما در درس‌های گذشته گفته بودیم که اگر که یک را دو کردنی باشیم، یک کتاب مثلا دو کتاب گفتنی باشیم، میگیم کتابانی. همین مثال را اگر دو مثال گفتنی باشه میگیم مثالانی در حالت رفع.
در حالت نصب و جر باشد میگیم مثالینی یا کتابینی. پس معنای مثالانی و مثالینی یک است، یعنی دو مثال. یا کتابانی و کتابینی معنیش یک است. یا مسلمانی مسلمینی معنیش یک است، یعنی دو مسلمان. فقط حالتهای اعرابیشون فرق میکند. در کجا مسلمانی میآید، در کجا مسلمینی میاد. اینها را در آینده ها انشاءالله میخوانیمش. اقرأ المثالین، در اینجا باید مثالین بیاد. مثالانی گفتی خطا است، مثالینی درست است. برای خاطر میگه بخوان هر دو مثال را. ثم اربط بین کل جملتین فيما يلي كل جملتين فيما يلي مستعملا لكن واعلم ان لكن من اخوات ان. میگه ثم اربط، پس بچسبان. اربط بچسبان. بین کل جملتین، بین هر دو جمله. جملتان که دو جمله، جملتین همش دو جمله. الف و نون یا که یا و نون یعنی دو تا. جملتان دو جمله، جملتین دو جمله. و در اینجا باید جملتین بگه. جملتان گفتی خطا است، برای مضاف الیه هست. مضاف الیه باید کسره شود. فی ما یلی، در آن چیزی که می آید، در پایان می آید، میگه در همونجا بچسبان بین هر دو جمله. لیکن استفاده بر میگه لکن نره. اگر یادتون باشه در اول درس ما گفتیم که لکن برای استدراک می باشد، در بین دو کلمه می آید، در اول نمی آید، در بین دو کلمه می آید. همون را میگه که همین دو جمله را میگه شبهش بچسبان، در بینش میگه لکن را بمان. و بدون میگه و علم، بدون که ان لکن من اخوات این. و بدون که میگه ان لکن از اخوات این هست. این چی کاری را که میکرد؟ لکن انا همون کار را میکند. در اول مبتدا و خبر میدراید، مبتدا را منصوب میکند، خبر مرفوع میکند. پس لکن هم در اول مبتدا و خبر میدراید، مبتدا را منصوب میکند، خبر را مرفوع میکند. مبتدا را میگیم اسم لکن، خبر را میگیم خبر لکن. پس این رو ببینید. همزه رقم 1. الطلاب کثیر الفصل صغیر. جمله یکم، طلبه ها بسیار هستند. الفصل صغیر یعنی صنف معیده هست. این دو جمله است نه؟ طلبه ها بسیار هستند یکم جمله، فصل صغیر صنف معیده است دویم جمله. انا اکنون در بین همین دو جمله میگه لکن را بدرار. خودش در اینجا این را کار میکنه. میگه که الطلاب کثیر لکن الفصل. در اول ببین که الفصل بود، برای مبتدا بود. در اینجا لکن بعدش الفصل میگیمش، برای اسم لکن میشود منصوب میشود. چطوری که اسم این نمیگفته منصوب است، ان همین طور اسم لکن منصوب میشود. صغیرون، پس ترجمه میکنید که الطلاب کثیرون یعنی که شاگردها بسیار است، لکن الفصل صغیرون ولی صنف معیده است. ولی صنف معیده است. این یک مثال است که کار کرد. دوم مثال، حامد مجتهد. میگه که حامد کوشش کننده است. صدیقه کسلان و رفیقش و دوستش تنبل هست. ببینید حامد مجتهد جمله یکم، صدیقه کسلان جمله دوم. انم در بین همین دو جمله ما باید لکن را بدراریم. در اینجا خودش در آورده است. ببین حامد مجتهد لکن صدیقه کسلان. کسلانون کردگی خطا. کسلانو تنوین قبول نمیکند. برای چی؟ به خاطر اینکه ممنوع من الصرف است. سبب ممنوع من الصرف بودنش چی است؟ در سوی گذشته گفته بودیم این چیز را. میگه که حامد مجتهد، حامد کوشش کننده است، لکن صدیقه کسلانو، لکن ولی دوستش تنبل هست. لکن نباید نون تشدید بتیم. لکن اگر بدون تشدید باشد، اگر اون حرف است یگان عمل ندارد. لکن اگر در اینجا لکن بیاریم صدیقه کسلانو میگیم، صدیقه نمیگیم. برای لکن اگر در آخرش تشدید نداشته باشد، نون تشدید نداشته باشد، ای اخوات این نیست. به معنای استدراک است، لیکن ای اخوات این نیست، عمل این را نمیکند. تایاتون بگیرید. ببینید صدیقه کسلانو در یکمش صدیقه آخرش دمه بود، برای مبتدا بود. در دوم لکن که در اومد صدیقه شد، صدیقه. یکمش صدیقه گفتیم برای مبتدا است، دوم در لکن صدیقه گفتیم برای اسم لکن است
اسم لاکنه باید منصوب باشد و کسلانو خبری لاکنه هست، دیگه خبرش نمیگه، میگیم خبری لاکنه. خب تمرین رقم 1 ایرا باید خودمون همراه کنیم. میگیم که محمد طویل، جمله یکم محمد قد بلند است، حامد قصیر، حامد قد پست است. در بینش باید لاکنه را بیاریم. میگیم که محمد طویل لکن حامدن، میگیم حامدن برای اسم لاکنه، لکن حامدن قصیر، محمد قد بلند است ولی حامد قد پست است. همین طور می‌نویسید ترجمهش میکنید. حامدون بود حامدنش میکنه، برای اسم لاکنه میشود. اسم لاکنه منصوب باید باشد. آمینه مجتهدتون اختها کسلا، میگه آمینه کوشش کننده هست، جمله یکم. اختها کسلا، خواهرش میگه تنبل هست. کسلا کسلان شد یعنی که تنبل است، مردانه میشود. کسلا شد در آخرش الفی مقصوره که آمد مؤنث میشود. مرد را گفته میگیم کسلا نو، زن را گفته میگیم کسلا، معنای هرش تنبل. آمینتو مجتهدتون، جمله یکم آمینه کوشش کننده است. اختها کسلا، جمله دوم خواهرش تنبل است. پس ما باید لاکنه را در بین همین دو جمله بدراریم. میگیم که می نویسیم که آمینتو مجتهدتون، این اگون تغییرات نمیتیم، همین خلاص همین می نویسیم و همین طور تلفظش میکنیم. لکن اختها، اختها بود اختها میکنیم، برای اسم لاکنه میشود. لکن اختها کسلا، ولی خواهرش تنبل است. آمینه کوشش کننده است ولی خواهرش تنبل هست. می نویسید و ترجمهش میکنید. رقم 3 هذا درس طویل، این درس طولانی هست، دراز هست. هو سهل، وی آسان هست. پس هذا درس طویل جمله یکم، هو سهل جمله دوم، در بین اینها ما باید لکن نره بدراریم. میگیم که هذا درس طویل، چطوری است؟ همین خیلی میگیم یگان تغییرات نیست، انا اکنون تغییرات در اینش میشود. لکنه سهل، لکنه هو نمیگیم، هو ضمیر منفصله، ضمیر متصل میاریم در جاش. میگیم لکنه سهل، یعنی که ولی آسان است. این درس دراز است ولی آسان هست. رقم 4 سیارتی قدیمتون، جمله یکم، هی قویتون جمله دوم. پس می شود که ماشین من کهنه است وی با قوت است. هی قویتون، وی یعنی ماشین، قویتون با قوت است. پس در اینجا لکنه را باید در بین همین دو جمله بدراره. میگیم که سیارتی قدیمتون، در یگان تغییرات نمیاریم، همین خیلی کس همین خیلی نویسیم تلفظ میکنیم. لکنها میگیم قویتون، لکن هی نمیگیم. هی ضمیر منفصل است، باید ضمیر متصل بیاریم. چی طوره که این در ضمیرهای متصله منفصله میگرفتیم متصل میکردیم. این هو را میگفتیم که این هو با مثل نمون است. لکن هی را میگیم لکنها قویتون، لیکن همون ماشین میگه قوی است، ولی همون ماشین قوی است. پس می نویسید که سیارتی قدیمتون لکنها قویتون، ماشین من کهنه است ولی ماشین من قوی است، با قوت است. رقم 5 اختی متزوجون انا عزب، میگه خواهر من شوهر دارد، خواهر من شوهر دارد، متزوج یعنی شوهر دارد. انا عزب، من مجرد هستم، یعنی که من زن ندارم. پس در اینجا می نویسید که اختی متزوجون در بین همین دو کلمه میارید لکن نره، لیکن اختی متزوجون همین کلمه است، تغییر نیست. در جمله یکمش یگان تغییرات نمیاریم، تغییرات در جمله دوم میشود. اختی متزوجون لکننی میگوی یا لکنی میگوی، هر دوش جایز است. لکنی عزبون یا لکننی عزبون، یعنی که خواهر من شوهر دارد ولی من مجرد هستم، ولی من اگر زن باشد یعنی شوهر ندارد، اگر مرد باشد یعنی زن ندارد.
رقمی 6 ابراهیم فقیرون. ابراهیم کم بغل است. برای چی ابراهیمون نمیگیم؟ برای غیر منصرف است. برای چی غیر منصرف است؟ خودتون بگویید. ابراهیم فقیرون، ابراهیم کم بغل هست. عمه غنی جدا، عمه غنی جدا، عمکش به نهایت بای هست. در بین این دو جمله باید لاکنه را بدراریم. می نویسیم که ابراهیم فقیرون، تغییرات در این نیست. لکن عمه، عمه بود، لاکنه را که در آورده میگیم عمه، برای اسم لاکنه منصوب است. لکن عمه غنی جدا، میگه که ابراهیم کم بغل هست ولی عمکش بای است به نهایت، بسیار بای هست. می نویسید و ترجمه میکنید و اهمیت میدید که تغییرات در چی شده ایستاده است. یعنی توانسته که بنویسید به اهمیت، بنویسید در دفترها و اهمیت بدید که چی طور بود و چی طور شد. رقم 7 بیتک جمیل جدا، خانه تو به نهایت زیبا هست. بیتک، خانه تو جمیل زیبا است، جدا به نهایت خیلی. هو صغیرون، وی خرد است. دو جمله است نه، بیتک جمیل جدا یکم جمله، هو صغیرون دویم جمله. پس لاکنه را در بین همین ها میدراری. یکم جمله را یگون تغییرات نمیتیه، میگیم که بیتک جمیل جدا، اکنون دویم تغییر میتیم، لاکنه را میدراریم، هو نمیگیم لکنه میگیم، لکنه صغیرون. یعنی خانه تو زیباست خیلی، لیکن وی یعنی خانه تو میده هست، میده است، خرد است. بیتک جمیل جدا لکنه صغیرون. خانه تو بسیار زیبا هست لیکن خانه‌ات میده است. پس این بود تمرین رقمی 6. میگذاریم به تمرین رقمی 7. در تمرین رقمی 7 صاحب کتاب چی میگوید؟ صاحب کتاب ما و شما را میگوید که اقرأ المثالین، هر دو مثال را بخوان. مثلا دو مثال را بخوان. میگد ثم ادخل كأن على الجمل الآتية علما بأن كأن من اخوات ان. پس میگه داخل کن تو کأن را. کأن گفتیم از اخوات این است، برای تشبیه می آید، در اول جمله می آید، این مشکل ندارد. علی الجمل الآتیه، بر جمله های می آمدگی. اول میگه دو جمله را ببین که خودش کأن را در آورده است، بعد در پایان جا ماندگی است که باید خودمان بدراریم کأن را. علما بأن کأن من اخوات این، میگه باید تو بدانی که کأن از خواهرهای این هست. ما در اول درس گفتیم کأن ولکن از اخوات این هست. این در اینجا یادرس کرده است که همین چیزا بدان، با فکر نکنی کأن یگان چیز دیگر است یا چیزی بخوای بگویی. کأن از اخوات این است. اخوات این که رنگ این عمل میکند، مبتدا را منصوب میکند، خبر را مرفوع میکند. مبتدا را میگیم اسمش، خبر را میگیم خبرش. فهمو؟ خبری کأن یا خبری لکن یا خبری این یا خبری ان یا خبری لیت یا خبری لعل، که لعل رو با این در درس گذشته خوانده بودیمش. پس دو مثال رو ببینید. میگه من هذا الفتى، رقم 1 یعنی که حرفی همزه، من هذا الفتى، کیست این جوان پسر؟ کأنه اخوک، مثل این که وی برادر تو هست. ببین کأنه مثل این که وی برادر تو هست، یا میشد بگوی که گویا این که وی برادر تو هست، یا رنگ هم بگوی میشود کأنه اخوک، رنگی که برادر تو هست. این مثال یکم کأن را استفاده برد. کأن گفتیم مبتدا و خبر میگیرد، مبتدا خبر در میدروید، اسم و خبر میگیرد. کأن هو امی ضمیر اسمی کأن هست، اخو خبری کأن است. اخو مضاف است و کاف مضاف الیه. رقمی 2 حرف ب، من هذه الطفلة، کیس این کودک دخترچه میده؟ کأنها اختک، میگد گویا این که وی خواهر تو باشد، یا مثل این که وی خواهر تو است، یا رنگ خواهر تو است. کأن از اخوات این است، ها اسمی کأن است، اختو خبری کأن است. برای اختو میگیم، اخته بگوی خطا است، اختی بگوی خطا است. اختو برای چی؟ برای خبری کأن است. خبری کأن مرفوع می شود.
پس این بود دو مثالش رو خودش کار کرد. اکنون در پایان مثال ها را برای ما و شما میتید که باید ما و شما کار کنیم. رقم 1 هو زمیلک، وای رفیقی تو است یا همدرس تو است یا همکاری تو است. زمیل همدرس همکار. در اینجا باید بگویی که وای مانند همکاری تو است. میگویی که کانه زمیلک، گویا این که وای همدرس تو است. هو زمیلک کانه زمیلک، گویا این که وای همدرس تو است. رقم 1. رقم 2 هی طبیبتون، وای پزشک زن هست. میگویی که کانها طبیبتون، گویا این که وای زن یا مثل این که وای زن پزشک است، دکتر هست. همین طور می نویسید. و رقم 3 هم طلابون، وای ها دانشجوی ها هستند. پس میگوید که کانهم طلابون، گویا این که وای ها دانشجو هستند. رقم 4 انه مریضون، وای بیمار هست. انه هر آینه وای. ببین انه را خچ آورد، انه را در برش تشدید بونه. انه مریضون، هر آینه وای یا واقعا وای یا بدرستی این که وای بیمار هست. پس همین انه را میگیریم و در جاش کانه را میمونه. میگیم که کانه مریضون، گویا این که وای بیمار هست، مثل این که وای بیمار هست. پس هو ضمیرش است، اسم انه، انه از اخوات این است، هو اسم انه است، مریضون خبرش است. کانه را مانده به مثل همین است. کانه از اخوات این است، هو اسمی کانه است، مریضون خبری کانه است. فقط همین ناموش علیش بکنیم. در اینجا میگیم که هو اسم انه، مریضون خبر انه. کانه را در آوردیم میگیم هو اسمی کانه، مریضون خبری کانه. فقط همون نامش علیش میکنیم خلاص. لیکن عملشون یک چیز است. رقم 5 هو مدرس جدید، وای استاد نو هست. پس میگوید که کانه مدرس جدید، هو ضمیر منفصل است، باید ضمیر متصل بیارید. کانه مدرس جدید، گویا این که وای استاد نو هست. رقم 6 انت اخت مریم، مریم مضاف الیه است، غیر منصرف است، برای همون کسره را قبول نمیکنه، مریم میگیم. انت اخت مریم، تو خواهری، انتن انتی برای زن است. انتی اخت مریم، تو خواهر مریم هستی. پس میگوید که کانکی، گویا این که تو، انتی ضمیر منفصل است، ضمیر متصل باید بیاریم. کانکی اخت مریم، مریم کانکی اخت مریم، یعنی که گویا این که تو خواهر مریم هستی، یا به مثل این که تو خواهر مریم هستی. کانه حروفی برای تشبیه است و مانند، مثل این که، گویا این که، مانندی یا رنگی. همین که معنی را بوده میشه چطوری که در اول درس گفته بودیم جایز و درست است. پس این بود تمرین رقمی 7. و در اینجا اعرابشون همش آسان هست. کانه زمیلک، همش بعد انه ضمیر بیاد اسم انش بگه، کانش بگید، و اسم ظاهر بیاد اگر بگید اسم انه منصوبش بخونید، و تا آخر بعدش چیزی که میاد اون را مرفوع میخونید، خبری کانه میگوید میرود. اعرابش آسان هست. رقم 8 اقرا ما یلی، میگه چیزی که در پایان میآید اینها را بخون. 11 تا 20 نویستگی است. ببین 11 تا 20. 11 میشود 11 طالبا، 11 دانشجو. 12 اثنا و آثنا کدگه خطایی، 12 طالبا، یعنی که 12 طلبه. 13 را بینید 13 طالبا، 13 طلبه. 14 طالبا، 14 طلبه. 15 طالبا، 15 طلبه. 16 طالبا، 16 طلبه. 17 طالبا، 17 طلبه. 18 طالبا، 18 طلبه. 19 طالبا، 19 دانشجو. 20 طالبا، 20 دانشجو. اکنون اینجا بسیار شما اهمیت بدید. این را برای چی نوشتگی است؟ این را برای اون نوشتگی است که 11 12 این دو تا مبنی نیستند.
این دو تا مبنی نمی باشند. این دو تا همچنین مبنی است. معذرت میخوام. اولا احد مبنی است لیکن اثنا مبنی نیست. احد مبنی است و مثل ثلاثه گفتیم 13 تا 19 مبنی است. احد همچنین مبنی هست. 11 مبنی است. ببینید احد مذکر باشد اگر احد مذکر می شود. 11 طالبا یعنی که 11 طالب جو بچه. اگر زن باشد میگید که 11 طالبتا. این 11 طالبا مردانش است. زنانه که گفتید میگید که 11 طالبا. عشرته را مؤنث میکنیم، احد را مؤنث میکنیم، طالبا مذکر، طالبتا مؤنثش میکنیم. همش را مؤنث میکنیم. اهمیتش بدید. یکم و رقم 12 را ببینید. رقم 12 مبنی نیست، معرب است. اثنا مذکر باشد میگیم 12 طالبا. مؤنث باشد چی میگیم؟ 12. یا تقش میکنیم، برای مؤنثش میکنیم. 12 بعد عشره را با مؤنث میکنیم. عشرته طالبا مذکر، مؤنث میکنیم میشود طالبتا. پس میشود که 12 طالبا یعنی 12 دانشجو دختر. 12 این معرب است. در حالت رفع باشد 12 میشود. در حالت نصب و جر باشد 12 میشود. 12 یا 12 12 یا 12 یا 12 مردانش. 12 12 در حالت نصب و جر. طالبا تمیز است. در همش طالبا تمیز است. فهما اکنون دو طرف فهمیدیم که 11 قطعی 12 مردانه باشد مردانه می آید، زنانه باشد زنانه می آید. مردانه باشد مردانه، زنانه باشد زنانه، فرق نمی کند. اکنون 13 را ببینید. در 13 فرق می کند. 13 فرق می کند. 13 همون مثاله که از 3 تا 10 خوندگی بدیم. اگر همون را دانسته باشید پس در اینجا همون را می دانید. ثلاثه مؤنث است. برای چی؟ برای تمیز. ما میگیم عدد مؤنث میکنیم اگر که معدود مذکر باشد. اینجا در ثلاثه مؤنث است، برای طالبا مذکر هست. اگر 13 مرد گفتنی باشه میگیم ثلاثه مؤنث میگیم، عشره را مذکر میگیم، طالبا مذکر میگیم. پس میشود 13 طالبا یعنی 13 دانشجو بچه. اگر دختر باشه چی میگیم؟ میگیم ثلاثه مذکرش میکنیم، عشره مذکر مؤنثش میکنیم، عشرته میگیم یا عشرته میگیم، ساکن میکنیم حرف شین را در مؤنث. طالبتن میگیم بعد. پس میشود که 13 طالبتن یعنی که 13 دانشجو دختر. پس این ثلاثه همون قاعده از 3 تا 10 خوندگی بدیم. اگر یادتون باشه همون را در اینجا استفاده میبرید. ببینید 14 14 طالبا، 14 طالب. اگر دختر باشد میگید 14 طالبتن، 14 دانشجو دختر. 13 رو ببینید. این 15 باید باشه، 13 کردگی است. 15 بعد 14 15. 15 طالبا اگر بچه باشد. اگر دختر باشد میگیم 5 تیره نمیگیم. عشره مؤنث میگیم، عشرته میگیم، طالبتن. 15 طالبتن. 16 را ببینید. 16 طالبا مرد باشد. اگر زن باشد میگیم 16 طالبتن. 17 رو ببینید. 17 طالبا، 17 بچه. اگر دختر باشد میگیم 7 مذکر میاریم، 10 مؤنث میاریم، طالبتن مؤنث میاریم. 18 را ببینید. 18 طالبا اگر بچه باشد. اگر دختر باشد میگیم 18 طالبا یعنی که 18 دختر، جوان دختر، دانشجو دختر. 19 را ببینید. 19 طالبا اگر بچه باشد. اگر دختر باشد میگیم 19 طالبتن. پس این از 13 تا 19 را فهمیدیم. از 1 تا 2 را فهمیدیم. 11 و 12 را که مذکر و مؤنث میشده است. از 13 تا 19 را فهمیدیم که
اگر که معدود مذکر باشد عدد مؤنث میکنیم، اگر معدود مؤنث باشد عدد مذکر میکنیم. طالبا در اینجا معدود است، طالبا همین تمیز است، معدود است. ثلاثه این عدد هست. این در درس گذشته اگر فهمیده باشید این درس میفهمید. انا اکنون 20 میآید. 20 چی است؟ یعنی که 20 چی معنی دارد یا که چی طور میآید؟ 20 برای ما و شما معلوم است که میگوییم 20 طالبا، یعنی که 20 طلبه، 20 دانشجو. 20 این چی است؟ این مذکر و مؤنث دارد؟ نه، این مذکر و مؤنث ندارد. 20 طالبا میگیم یا 20 طالبتن میگیم. این مذکر و مؤنث ندارد، اینها مذکر و مؤنث ندارند. و این 20 این را الفاظ عقود میگن. دهکایی که هست، مثلا 20 30 40 50 60 70 80 90 اینها رو همش رو الفاظ عقود میگن. اینها مذکر و مؤنث ندارن. مذکر هم باشد میگیم 20، مؤنث هم باشد میگیم 20. مثلا 20 20 30 30 40 40 50 50 60 60 70 70 80 80 90 90 اینها مذکر و مؤنث ندارند. فقط در حالت رفع باشد 20 با واو مرفوعش میکنیم، در حالت نصب و جر باشد 20 با یا نصب و جرش میکنیم. 20 این 20 است، 20 هم 20 است. 20 20 20 20 فقط در جای محل دارد که 20 میگیم یا محل دارد که 20 میگیم، جاهاشون فرق میکند. طالبا یک نمود میایستد، طالبا و طالبتن تمیز میشود بعد اینها و مفرد میآید و منصوب خوانده میشود. اما از 13 تا 19 را، از 13 تا 19 را اینها را مرکب میگن، مرکبی عددی. اگر یادتون باشه ما و شما در درس گذشته گرفته بودیم که در ممنوع من الصرف گرفتیم که مرکبی مزجی، مرکبی مزجی دو کلمه را گفتیم میگیرن، یک کلمه برای استفادهش میبرن به مثل بعلبک. بعلبک غیر منصرف است، علتش گفتیم همین است که مرکبی مزجی است. اگر یادتون باشه در اونجا گفته بودیم که مرکبی مزجی می شود، مرکب اضافی می شود، مرکبی عددی می شود. انا اکنون همین جا بفهمید که انا همین از 11 یا از 10 تا 19 را همین ها را عددهای چی میگن؟ عددهای از 11 تا 19 را عددهای مرکب میگن، عددهای مرکبی عددی میگن، یعنی مرکبی عددی. این را در یادتون بگیرید. اما 20 30 40 50 60 70 80 90 را اینها را الفاظ عقود میگن، در زبان عربی الفاظ عقودش میگن. اینها مذکر و مؤنث ندارند. پس این بود این حساب ها و این حساب ها را در ذهنتون خوب داشته باشید و که جا در مردانه می آید که جا در زنانه می آید باید بدانید. رقم 9 میگه اقرا ما یلی، میگه بخوان چیزی که می آید، در پایان چیزی که می آید امون را بخوان. ثم اکتبه مع کتابت الارقام الوارده فیه بالحروف، پس بنویس همونها را میگه همراهی نوشتن رقم هایی که وارد شده است در همون مثال ها با فیه، یعنی در همون کلمه هایی که در پایان آمدگی هستند. با چی؟ بالحروف، به حرف ها. یعنی که 19 یک رقم یک 9 را ننویس میگه. مثلا رقم 1 رو بینید اینجا در نص اینجا فی فصلیه، فی الفصلی، اون نص خطاه. اگر که در کتاب شما داره باشه فیش بکنید، فی الفصلی. ببینید فی الفصلی 19 هست طالبا. 19 را میگه با رقم ننویس، یک قطعه 9 ننویس میگه، با زبان بگو، به حرف بنویس که چقدر نوشته میشود. در این بالا ببینید ما شما 19 را خوندیم، نه 19 طالبا 19 انا میطور میگه به حرف بنویسش، با زبان بگو به حرف بنویس، یعنی که نوشتن با رقم یک قطعه 9 ننویسی، 19 اش کنی، با حرف بنویسش میگه. اکنون میخونیم این را. ببینید میگه که فی الفصلی 9، برای چی 9 گفتیم؟ برای معدود مذکره. معدود مذکر باشه عدد مؤنث میاریم. 19 طالبا
یعنی در صنف 19 طالب است، 19 دانشجو است. یکم. و دوم عندي 15 کتابا، یعنی که من 15 کتاب دارم. برای چی 15 گفتیم؟ برای کتابا معدود مذکر است، عدد مؤنث میاریم. 15 کتابا باللغة العربية، به زبان عربی. و 12 کتابا باللغة الفرنسية، و میگه 12 کتاب دارم به زبان فرانسی. اثنا میگیم، اثنتا نمیگیم. اینجا مذکر میاریم. برای 12 اگر که معدود مذکر باشد مذکر میشود، اگر معدود مؤنث باشد مؤنث میشود. برای خاطر میگیم اثنا، اثنتا نمیگیم، میگیم 12 کتابا، یعنی که 12 کتاب دارم میگوید. رقم 3 رأى یوسف علیه السلام فی المنام 11 کوكبا. دید میگه یوسف علیه السلام در خوابش 11 ستاره رو، کوكب گفته ستاره رو میگن، 11 نجم هم ستاره است، کوكب هم ستاره. کوكب غیر از ستاره هر چیزی که در همون آسمان هست اونها را کوكب گفته میشود. میگه یوسف علیه السلام دید 11 ستاره رو، 11. در اینجا هر دوش مذکر میریم. برای چی؟ برای کوكب مذکر است، 11 میگیم، مؤنث نمیاریم، نمیگیم که 11 میگیم 11 کوكب. برای 11 قطعی 12 ما گفتیم مذکر و مؤنث، در مذکر باشه مذکر میاد، در مؤنث باشه مؤنث میاد. برای خاطر این چیزها را در یادتون داشته باشید. رقم 4 عندي 20 ریالا، میگوید من 20 ریال دارم. ریال سوم سعودی است. 20 سوم سعودی دارم میگد، 20 سوم دارم میگد. ببینید 20 ریالا، 20 را برای چی 20 گفتیم 20 نگفتیم؟ برای عندی خبر مقدم است، 20 مبتدا مؤخر است، ریالا تمیز است. و 20 گفتیم مذکر و مؤنث شیگ است، فرق نمیکند بین مذکر و مؤنث، یعنی که الفاظ عقود بین مذکر و مؤنث شون فرق نمیکند. رقم 5 کم فندوقا فی هذا الشارع، یعنی چند خوابگاه، چند مهمانخانه است، چند گستنیسه است در همین کوچه. فیه 13 فندوقا. برای چی 13 گفتیم؟ به خاطر اینکه معدود مذکر است، معدود مذکر باشد عدد مؤنث میاریم. فیه 13 فندوقا. برای چی 13 گفتیم؟ 13 نگفتیم؟ برای که پیشتر ما گفتیم در همین درس که 13 از 13 تا 19، 11 هم همچنین مبنی می باشد، فقط 12 مبنی نیست، معرب است. اینها در همه صورت 13 14 آخرش فتحه می آید. ولیکن مذکر و مؤنث بودنش وابسته به معدود است. در اینجا معدود مذکره، عدد مؤنث میاره، میگیم 13 10 را مذکر میاریم به مثل معدود، فندوقا این تمیز است. رقم 6 فی هذه المدینه 14 مسجدا. میگه در این شهر 14 مسجد است. فی هذه المدینه، در همین شهر 4. برای چه 4 گفتیم؟ به خاطر که معدود مذکره، معدود مذکر باشه عدد مؤنث میاریم. 14 مسجدا، 10 را به مثل معدود میاریم. معدود مذکر باشد 10 مذکر میشود، معدود مؤنث باشد 10 مؤنث میشود. یعنی قسم دوم مؤنث و مذکر بودن رعایت میکند. لیکن قسم یکم مثلا 3 یا 4 یا 4، این قسم یکمشون، اینها جزء یکمشون اینها خلافی عدد هست، چطوری که از 3 تا 10 را گفته بودیم اگر یادتون باشد. رقم 8 ثمن هذا الكتاب 17 ریالا. میگد که نرخ این کتاب 18 سوم هست، 17 سوم است. 17 ریالا یعنی که 17 سوم است. نرخ این کتاب 17 سوم است. ثمن هذا الكتاب مبتدا هست، 17 ریالا. 7 در اینجا مبنی علی الفتح فی محل رفع خبر می شود.
و رقم 8 فی هذا الكتاب 20 درسا، میگه در این کتاب 20 درس است. 20 گفتیم الالفاظ چی است؟ الفاظ عقود. 20 30 40 50 60 70 80 90 اینها الفاظ عقود هستند. اینها را در ذهنتون داشت. اینها مذکر مؤنث نمیشوند، همش یک نمود است. فی هذا الكتاب 20 درسا، در این کتاب میگه 20 درس است. رقم 9 فی سنتی در یک سال میگه 12 شهرا. 12 شهرا در اینجا همش مذکر میاریم. 2 مذکر، اثنتاش نمیگیم، مؤنث نمیگیم، مذکرش میگیم. 10 را مذکر میگیم، مؤنث نمیگیم، 10 نمیگیم. شهرا مذکر هسته، معدود مذکر ای برام خاطر 12 پیروی میکند مذکر و مؤنث بودن رو، قاعده را رعایت میکنه. مذکر باشد مذکر میاره، مؤنث باشد مؤنث. پس میگیم که فی سنتی 12 شهرا، یعنی که در یک سال 12 ماه است. در یک سال 12 ماه است. پس این را در ذهنتون میگیرید و این را بارها تکرار بکنید تا اینکه در ذهنتون بشیند. میگذاریم به تمرین رقم 10. اقرأ ما یلی، میگه بخوان چیزی که می آید. در پایان باز رقم ها را میارد، اونها را میگه بخوان. اکنون این رقم ها را رقم های ترتیبی میگن، عددی ترتیبی. اینا در یادتون داشته باشید. در تاجیکی در آخرش کش بشود. مثلا ببین الدرس الاول درس یکم. الدرس الاول یعنی که درس یکم. واحدون باشد اگر یک، الاول باشد یکم. ببینید الدرس الثانی درس دویم، در آخرش کش میکنیم. الدرس الثالث درس سیوم. الدرس الرابع درس چهارم. الدرس الخامس درس پنجم. الدرس السادس درس ششم. الدرس السابع درس هفتم. الدرس الثامن درس هشتم. الدرس التاسع درس نهم. الدرس العاشر درس دهم. ببینید در آخرشون همراه میکنیم. اینها را ترتیبی عددی میگن یا که عددی ترتیبیش میگن. فهمو؟ عدد و ترتیبی برای ترتیب است. و اینها از 3 تا 10 بر وزن فاعلون اگر مذکر باشد فاعلون، اگر مؤنث باشد فاعلتون ساخته می شود. از 3 تا 10. مثلا ببین اگر 3 مرد باشد، مرد سیوم باشد میگوی الدرس الثالث، یا که الرجل الثالث، یعنی که مردی سیوم. اگر زن باشد چی میگوی؟ اگر زن باشد میگوی که المرأة الثالثة، در آخرش ت میمونی. در اینجا مذکر و مؤنث رعایت میکنیم. مذکر باشد الثالث، مؤنث باشد الثالثة، در آخرش ت میمونیم. یا مذکر باشد الرابع، مؤنث باشد الرابعة. مذکر باشد الخامس، مؤنث باشد الخامسة. خلاصه در آخر همش ت را میمونیم تا العاشرة. اگر مؤنث باشد میگیم العاشرة، یعنی دهم زن یا دهم چیزی که مؤنث است. و در اینجا همچنین یک چیز دیگر ما باید بدانیم. الدرس موصوف است، الاول صفت است. الدرس الثانی صفت است. الدرس موصوف است، الثالث صفت است. اگر که الدرس باشد الثالث می شود. اینها صفت و موصوف هستند. الدرس موصوف است، الثالث صفت است. فهمو؟ این در ذهنتون خوب بگیرید. برای هم خاطر اگر بگیم الدرس الثالث میگیم، اگر بگیم الدرس الثالثه میگیم، بگیم الدرسی بگیم الثالثی میگیم. یعنی که موصوف را مطابق به صفت را مطابق به موصوف میکنیم. هر حرکتی که موصوف بگیرد صفت همون حرکت هم میتیم. همون عددهای ترتیبی را وابسته به اون چیزی که قبلش هست صفت شده ایستاده است، به اون چیکارش میکنیم؟ حرکتش میتیم. فهمو؟ این را در ذهنتون خوب جا کنید. و از 3 تا 10 بر وزن فاعلون، مرد باشد بر وزن فاعلون، زن باشد بر وزن فاعلتون ساخته می شود. مثلا
خمسون 5. اگر 5 زن گفتنی باشه میگه خامستون، پنجم زن گفتنی باشید. یا الرابعه یعنی 4م زن، الثالثه 3م زن، 3 زن، هر چی که مؤنث باشد 3 تا، 3مش. خب در اینجا یک مثال دیگر خوب برای ما داده در درون قوس است، اهمیت بدید این رو. میگه الاول مؤنثه اولا، اول میگه مؤنثش اولا میشود. الاول الاولا، اول مذکر است، مؤنث باشد اگر الاولا. نقول الطالب الاولا، الطالب الاول، میگیم که طالب یکم، و طالبة الاولا و طلبه یکم. ببین الطالب مذکر است، اول رو صفتش مذکر میاریم یعنی که دانشجوی یکم، و طالبة الاولا طالبة مؤنث است، صفتش اولا مؤنث میاریم. این را بسیار اهمیت بدید. و الاول شد مذکر، الاولا شد مؤنث است، هر دوش یکم. چطوری که در احد گفته بودیم یکم مذکر، احدا یک مؤنث، احد یک مذکر، احدا یک مؤنث گفته بودیم، به مثل همون اولو یک مذکر، اولا یکم مؤنث. رقم 13 میگد که انعت، یکی نعت یا نعیتو، انعت یا انعیت یعنی صفت کن. نعت یا نعیتو، نعت یا نعیتو صفت کرد، صفت میکند، پس فعل امرش میشود که انعیت یعنی که صفت بکن. انعیت فعل امر، فعل مضارع گرفته میشود. یا نعیتو یعنی که انعیت صفت بکن. انعت صفات بكون. انعت الأسماء الآتية بالعدد الترتيبي المشتق من العدد المذكور أمام كل واحد منها. أمام كل تعلمين نمیتیم برای مضاف است، واحد مضاف الیه است. أمام كل واحد منها. اکنون در اینجا میگوید صفت بکن نامهای میامدگی را، اسماء الآتیه نامهای میامدگی را، بالعدد ترتیبی با عدد ترتیبی. ما گفتیم عدد ترتیبی داریم نه، یکم، دوم، سیوم، چهارم، با عدد ترتیبی میگه صفتش بکن. المشتق من العدد المذکوری و گرفته شده عدد مذکور باشد. در درون قوس ببینید در اینجا اول یک کلمه را نوشته است و در درون قوس رقم نوشتگی است، عدد نوشتگی است. انا همین عدد میگه بگید عدد ترتیبیش کن، عدد ترتیبیش کن. اما کل واحد منها در پیش هر یک تای همونها نوشتگی است. ببین در اینجا میگه الیوم، الیوم روز. اگر صفتش کرده میگه که الیوم صفت هشت باید بکنه، بگیم روزی هشتم، میگه که الیوم الثامن، روزی هشتم، الیوم الثامن. بعد بید فی السنتی، الیوم موصوف است، الثامن صفت می شود. الیوم مذکر است، برای خاطر الثامن را مذکر بیاریم، بیاتون خوب بگیرید. فی السنتی در سالی، رقم 4 در درون قوس است، باید بگیم در سال چهارم. میگیم فی السنتی الرابعتی، الرابعتی. برای چی مؤنث آوردیم؟ برای سنه آخرش ت مؤنث دارد، رابعی نمیگیم، رابعتی میگیم تا اینکه مؤنث شود. صفت سنه است، سنتی آخرش کسره است، الرابعتی میگیم برای موصوف است. سنتی موصوف است، الرابعتی صفتش است، صفت موصوفه پیروی میکنه. لیکن الیوم ده الثامنو گفتیم به خاطر اینکه الیوم مرفوع است، الثامنو را مرفوع میکنیم. و همچنین الیوم مذکر است، الثامنو میگیم، الثامنتو نمیگیم، مؤنث نمیاریم. اهمیت بدید این چیز را. و بعد میگه الطالبو طلبه بچه است، سه باید سیوم بچه طالب بگیم، میگیم که الطالبو الثالثو یعنی که طلبه سیوم، طلبه سیوم. الثالثو صفت طالب میشود، مذکرش میاریم، طالب مذکر است، الثالثو مذکر میاریم. الطالبتو
مؤنث است دانشجو دختر، باید ششم طالبه دختر بگیم. میگیم که الطالبه السادسه. السادسه سادسه یعنی که ششم. برای چی سادسه تو گفتیم آخرش ت مونده؟ به خاطر آنکه طالبه مؤنث است و صفت چه همچنین مؤنث میاریم. الطالبه السادسه یعنی که طلبه ششم، طلبه دختر ششم. الدرس درسی دهم، باید ده بگیم. میگیم الدرس مذکر هست، پس عددی ترتیبی میاریم و مذکر میاریم بر وزن فاعلون. پس میگیم الدرس العاشر. الدرس العاشر یعنی که درسی دهم مذکر است، برای خاطر عاشرتو نگفتیم. و البیت هفتم، باید بگیم خانه هفتم. میگیم که البیت، اولا بیت رو میبینیم مذکر، پس هفتم هم مذکر میاره. میگیم که البیت السابع یعنی که خانه هفتم. خانه هفتم. البیت موصوف است و السابع صفت است. اهمیت بدید، اعرابش بدانید. الصفحه صفحه نهم، صفحه را میبینیم مؤنث است، باید نه را مؤنث بیاریم. پس میگیم که نهم باید مؤنث بیاریم، عدد ترتیبی را باید مؤنث بیاریم. پس میگیم که الصفحه التاسعه. تاسعون میگیم، تاسعه برای صفحه مؤنث است، التاسعه را مؤنث میاریم. الغرفه، غرفه اتاق یا کامنته، در درون قوس ببینید 5 است، باید بگیم خانه پنجم، عددی ترتیبی باید بیاریم. میگیم که الغرفه الخامسه، غرفه مؤنث است، الخامسه را مؤنث میاریم، در آخرش تمیم. الخامسون نمیگیم، الخامسه مؤنثش میاریم. بعد از این الجزء یعنی قسمی، قسم هم میبینیم مذکر، پس میگیم الجزء الاول یعنی جزء یکم، قسم یکم. اگر مؤنث میشید میگیم الجزء الاولى، اینجا مذکر که هست برای خاطر میگیم الجزء الاول، جزء یکم. بعد چه ببینید میگه الجزء در درون قوس دو کرده است، یعنی جزء دوم باید بگیم. میگیم الجزء الثانی، الثانیه نمیگیم، الثانی برای جزء مذکر است، الثانی را همچنین مذکر میاریم. الثانی مذکر، الثانیه مؤنث است. اینها را خوب در ذهنتون جا کنید. اکنون میگذاریم بعد تمرین رقم 12. در تمرین رقم 12 میگه که یوجه المدرس الى الطلاب اسئله مكونه من أليس كذلك فيجب عليه الطلاب ببلا نحو یا نحو. میگه که یوجه المدرس یعنی که پیشنهاد میکند مدرس استاد الى الطلاب برای شاگردها اسئله سوالهای را که مکونة یعنی ساخته شده است من الیس کذالک یعنی که از استفهام منفی، با استفهام منفی ساخته شده است. همین طور میگه باید استاد سوال بتید. فیجب علیها الطلاب، پس شاگردها میگه جواب بتین بی بلا، لیکن جوابشون بلا باشد، یعنی قبول بکنن، بگن ها. بلا گفتیم یا نعم یا اجل همش ها است، لیکن در استفهام منفی گفتیم فقط با اگر قبول کردنی که باشی میگوی بلا، اگر قبول کردنی که نباشی میگوی نعم. این را در اول درس خوب با تفصیل گفتیم. ببینید نحو مانندی رقم 1 رو ببینید، میگه انت من الهندی، تو از هندستان هستی. الیس کذالک، آیا همین طور نیست؟ تو از هندستان هستی، آیا همین طور نیست؟ الیس کذالک، آیا همین طور نیست یا مگر همین طور نیست؟ اگر که گفتی که بلا، پس بشود که ها تو از هندستان هستی. اگر گفتی نعم یعنی تو از هندستان نیستی. فهمو چطور که در گفتیم انت تاجیکیون الیس کذالک، اگر بگوی نعم یعنی تو تاجیک نیستی، اگر بگوی بلا پس تو تاجیک هستی. اهمیت یعنی جواب ببینید چقدر نازکی میخواهد. رقم 2 رو ببینید، میگه که انت مریضون، تو بیمار هستی. الیس کذالک، آیا همین طور نیست؟
یا مگر همین طور نیست. اگر بگویی بلا یعنی بله تو بیمار هستی، کسل هستی. اینجا میگه بلا بگو یعنی بگو کسل هستم. لیکن اگر بگویی نعم یعنی تو کسل نیستی، یعنی تو کسل نیستی. حاضر یک دو سه سوال دیگر من خودم براتون میگویم، جوابشون شما خودتون بگویید. انت تاجیکیون الیس کذالک؟ پس چی جواب میتید؟ اگر کدام تاجیک هستید بگویید بلا، کدام تاجیک نیستید بگویید نعم. نعم گفتین شما تاجیک نیستید. یا که من براتون میگم که انت طالب فی المدرسه، انت طالب فی المدرسه الیس کذالک؟ اگر بگی بلا یعنی که بله تو طالب در مدرسه هستی، در مکتب میخونی. اگر گفتی نعم یعنی تو در مکتب نمیخونی. یا مثلا من میگم برای شما که انت مهاجر فی روسیا، یعنی که تو مهاجر هستی در روسیه، مهاجر مهنتی هستی. الیس کذالک؟ مگر همین طور نیست؟ اگر بگویی بلا یعنی تو در روسیه مهاجر هستی، اگر بگویی نعم یعنی تو در روسیه مهاجر نیستی. یا که من برات بگم انت متزوج الیس کذالک؟ تو زندار هستی، آیا همین طور نیست؟ اگر بگویی بلا پس تو زندار هستی، اگر بگویی نعم پس تو زندار نیستی. با مثل همین مثال های دیگر شما خودتان بگذارید، بخونید و اهمیت بتید و دقت بتید. و میگذاریم به تمرین رقمی 13. در تمرین رقمی 13 میگوید که ایهما ایو اسم استفهام هست. این را در درس گذشته خونده بودیم. ایو اسم استفهام هست، هما ضمیر است. ایهما پس کدامی آن دو، کدامی از آن دو. ایهما ترجمهش کدامی از آن دو. میگد که یشیر المدرس الى طالبین و یقول، یشیر اشاره میکند، اشاره میکند مدرس به دو طالب و میگوید هذان طالبانی، این دو طالب هست. ایهما اطول، کدام یکی از این دو درازتر هست. اطول اسم تفضیل هست، نه طویل دراز، اطول درازتر. ایهما یعنی کدام یکی از این دو، الان تو ترجمه میکنید، کدام یکی از این دو اطول یعنی درازتر هست. و الی کتابین و یقول، و استاد باز اشاره میکند به دو کتاب و میگوید که هذان کتابان، اینا هر دو کتاب هستند، اینا هر دو کتاب هستند. ایهما اجمل، کدام یکی از اینها زیباتر هست. ایهما اجمل یعنی کدام یکی از اینها زیباتر هست. اجمل اسم تفضیل هست، اسم تفضیل خوب در یادتون بگیرید. و هکذا و همین طور، و همین طور شما خودتون میتونید که دو ماشین رو دیدید بگویید که هذانی سیارتانی، هذانی سیارتانی، یعنی که این دو ماشین هستند. بعد بگویید که ایهما اجملو، کدام یکی اینها زیباتر هست میشود بگویی. یا میشود بگویی که ایهما ارخصو، یعنی کدام اینها ارزانتر هست میشود بگویی. و یا که مثلا دو عماره را دیدید، دو دام را دیدید میگویید که هذانی عمارتانی، یعنی که اینها دو عماره هستند، دو دام هستند. ایهما اطولو، کدام یکی از این دو بلندتر هستند، کدامش بلندتر هست. همینطور میشه سوال بکنی. غیر از این همین سوال بگذارید و هر کلمه عربی را که میدونید با اسم تفضیل بعد ایهما اسم تفضیل بمونید میشود درست. اکنون میگذاریم به الکلمات الجدیده تو، یعنی کلمه های نو. در این درس ما و شما کلمه های نو را خواندیم و ترجمه کردیم و باز تکرارا ترجمه اش میکنیم. المهجعو، مهجعو خوابگاه، درسای گذشته هم گفته بودیم. جمعش مهاجعو میشود، مهاجعو خوابگاه ها. برای چی مهاجعو تنوین نگرفت؟ برای غیر منصرف است. علتش، سبب غیر منصرف بودنش چی است؟
شما خودتون جواب بدید، زیرا که ما غیر منصرف را با تفصیل گفتگی بودیم در کورس یکم. کوكب ستاره یا هر چیزی که در آسمان هست، کوكب ستاره جمعش می شود کواکب، ستاره ها. پس برای چی کواکب تنوین قبول نکنید؟ اینجا تنوین دادگی خطا است. کواکبون کردگی در این برنامه خطا است. باید کواکب تنوین قبول نکند، تنوین قبول نمیکند. برای چی قبول نمیکند؟ برای غیر منصرف است. سببش در چی است؟ سببش هم مهاجر را گفتی، این را هم دانست. هر دوش یک سبب قطعی غیر منصرف هستند. واسعون پهن، گشاده. واسع پهن یا گشاده. فریقون، فریقون گروه، گروه یا دسته. فریق دسته یا گروه، مثلا دسته فوتبال فریق اللاعبین، یعنی که دسته فوتبال بازها. یا می شود که بگوی فریق یعنی که گروه، گروهی فوتبال بازها یا گروهی جوانها. فرقاء گروه ها، جمع فریق گروه، فرقاء گروه ها. و فرقاء همچنین غیر منصرف است. برای چی غیر منصرف است؟ این را علتش در غیر منصرف، در درس غیر منصرف گفته بودیم. شقیق، شقیق اینجا یعنی که برادری که از یک پدر و مادر هست. شقیق برادر نسبی از یک پدر و مادر. جمعش اشقاء، تنوین قبول نمیکند. در این برنامه ما تنوینش داده است، تنوینش خطا است. هر کتابی که در شما هم باشد تنوین داشته باشد، بدونید که تنوینش خطا است. تنوین قبول نمیکند، برای غیر منصرف است. برای چی غیر منصرف است؟ علتش در چی است؟ در الف، در آخرش الف ممدوده زائده دارد. الف قطعی همزه زائده هستند. شقیق ببین اگون الف ندارد، یک اشقاء در آخرش الف و همزه زائده دارد، برای خاطر غیر منصرف است. تنوین قبول نمیکند. ثمنون، ثمنون یعنی پول یا نرخ. ثمن نرخ. عالمون، عالمون عالم دنیا. عالم باشد اگر با لام کسره بونیم عالم بگیم عالم. عالم بگیم اگر عالم دنیا. شهیرون مشهور، شهیرون مشهور. بعد از این شهرون، شهرون ماه، ماه. جمعش می شود شهورون، ماها. و همچنین جمع دیگرش می شود اشهورون، ماها. پس جمع شهور و اشهور فرق است. فهما شهور جمع کثرتش میگن از 3 تا 1000 ها باشد می شود شهور بگویی. لیکن اشهور باشد این جمع قلتش میگن، این از 3 تا 10 ماه را باشد اشهور میگویی. مثلا میگویی که ما رأیتک منذ 5 یا 5 منذ 5 اشهر، 5 اشهر، 5 اشهر. ببین یعنی که ندیدم تو را مدتی 5 ماه. اشهور میگوی و شهور هم بگوی جایز است، اشهور هم بگوی جایز است. لیکن اگر گفتنی باشه که ما رأیتک منذ 15 اشهورن گفتی خطا است. برای 15 ای 10 گذشت دیگر نمی شود. این اشهور جمع قلت است، از 3 تا 10 رای، از 3 تا 10 رای. اما از 10 که گذشت نه دیگر خطا است، نمی شود. لیکن شهور می شود، از 3 تا 1000 ها را باشد می شود. می شود بگویی که ما رأیتک منذ 15 شهورا، یعنی که در مدت 15 ماه است که تو را من ندیدم. برای خاطر شهور اینا جمع کثرتش میگن، جمع بسیار از 3 تا 1000 ها. و اشهور این جمع قلتش میگن از 3 تا 10 را هست و بس. از 10 زیاد باشد اگر جمع قلت استفاده برده نمی شود. و اینها 4 باب دارن، 4 وزن دارن. خلاص افعلون، اشهرون مثلا. و فعلتون مثلا دوم وزنش فعلتون. و 4 وزن دارد، جمع قلت 4 وزن دارد. مثلا فعالون، اکلوبون مثلا، افعلون، بله اکلوبون 10 تا 10 سگ را باشد اگر. کلبون
سگ، کلابون، سگ ها. ایره جمع کسرتش میگن. ای 3 تا 1000 سگ باشه میشه کلاب بگوی. لیکن ای 3 تا 10 سگ باشد میگوی اکلوبون. یعنی سگ ها نه که عدد چون ای 10 کم هستند. ای 10 کم هستند. و خلاصه 4 وزن دارد. انشالله این را در درس آینده میگیریمش. لاعبون انسانی بازینگر، بازی میکردگی. جمعش لاعبون، بازینگرها. لاعب بازینگر، لاعبون بازیگرها. فی المنام در خواب. الازهر یعنی که اونیورسیتی الازهر شریفی که در مصر عرب هست. مدرسه ازهر شریفی که در ازهر هست. و جمع قلت گفتیم 4 وزن دارد. افعول و افعال و افعلت و فعلت. مثلا افعول و مثل اشهر جمع قلت است. افعال و افعلت، مثلا افعال بر وزن افراخ. فرخ یک چوجه، افراخ تا 10 چوجه، 10 چوجه کمتر. افراخ و افعلت و فعلت. غلام و غلمتون بگد. غلمتون یعنی غلام هایی که از 10 کم هستند. خلاصه 4 وزن دارد. اینها را انشالله در آینده میخونیم. کسی که ذهنش خوب است پس این گفتگی ما حفظ کنید، در آینده فایده تان میکند. اما کسی که ذهن تو خوب نیست پس الله موفق تان کند، الله ذهن خوب نصیب تان کند. پس این بود درس امروزه ما و شما، درس 3 از کورس 2 تعلیم زبان عربی. و در اینجا این درس را به پایان میرسانیم و یکایک شما برادران و دوستان و خواهشمندان را به الله تبارک و تعالی میسپارم تا درس آینده الله حافظ و مددگارتان باشد. اینها را یک تا به یک تا حفظ بکنید، در ذهنهاتون جا کنید که اینها بسیار، اگر میخواهید زبان عربی را بفهمید و بدانید، بسیار مهم هست این چیزهایی که براتان گفتم. بارک الله فیکم و جزاکم الله خیرا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.